الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه تماس مستقیم با شما عزیزان. در این برنامه اونطوری که میدونید بیشتر وقت رو اختصاص میدیم به تماس های شما عزیزان. از همین لحظه شماره تلفن های برنامه را عزیزان زیرنویس میکنن. هم از طریق تلفن مستقیم و هم از طریق واتساپ میتونید تماس بگیرید و حتی در مورد برنامه های گذشته، خواستم برنامه روزهای سه‌شنبه که آن روی سکه وقت کمتری برای بینندگان اختصاص داره، میتونید در مورد موضوعاتی که در اون برنامه هم مطرح شده صحبت بکنید. در خدمت شما عزیزان هستیم و اگر شبهاتی دارید در مسائل شرعی، مذهبی و سوالاتی دارید، می توانید که در این برنامه مستقیما با ما در میان بگذارید و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. لحظاتی پیش از برنامه یکی از دوستان عزیز تماس گرفته بودند و سوالی رو مطرح کردن که انشالله در شروع برنامه سعی میکنم به این سوال پاسخ بدم. و سوالشون در مورد سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه است که ایشان بر حق بودن یا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بر حق بودن، کدام یک از این دو نفر بر حق بودن، که انشالله در این مورد سعی میکنیم در شروع برنامه مفصل صحبت بکنیم. دوستان عزیز، در مورد مسائل تاریخی یک کمی باید ما دقت بکنیم. مصادر تاریخی با مصادر حدیثی فرق میکنه. در زمینه حدیث خب علما زحمت کشیدن، روایات احادیث را آمدن بررسی کردن، سره و ناسره را از هم جدا کردن. سلسله احادیث صحیح داریم، سلسله احادیث ضعیف داریم و موضوعات رو اومدن با علم حدیث و علم رجال، علم جرح و تعدیل احادیث رو دقیق بررسی کردن. اما در مسئله تاریخ بیشتر این مسائل به شکل علمی بررسی نشده. تاریخ و چون مسلمان ها زیاد اهمیت هم نمیدادن به مسائل تاریخی، از نگاه شرعی، از نگاه اعتقادی اهمیت چندانی نداشت در تاریخ، چون که تاریخ خب هر چیزی رو یک مورخ می نویسه و یکی از مشکلاتی که بین مورخین و محدثین وجود دارد، چون اکثر مورخین در علم رجال حدیث اگر که بررسی بکنیم تضعیف شدن. چرا؟ روش محدث این بود که بررسی میکرد که این حدیث آیا واقعا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت شده یا نشده. همه محدثین، مثلا امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، ابو داود، امام ترمذی، امام ابو داود سجستانی، همه اینها و غیر از اینها محدثین دیگری که بودن، هر کدام به اندازه علم خودش، به نوبه خودش سعی کرده که احادیث رو که جمع‌آوری کنه بررسی کرده. بعضیاشون اومدن حتی نظرشون رو در مورد روایاتی رو که در کتاب‌های خودشون جمع‌آوری کردن گفتن. بعضیشون خیلی دقیق بودن در این مسائل، مانند امام بخاری و امام مسلم که ما به خاطر همین میگیم صحیحین، یعنی دو کتاب صحیح. ما دو کتاب صحیح داریم که معتقد هستیم که اکثر این احادیثی که در این دو کتاب ذکر شده، به غیر از حرف و حدیثی که در مورد تعدادی از روایات این دو کتاب هست، بقیه احادیث صحیح است. بقیه کتاب ها تا به اندازه‌ای و بعداً علما اومدن اونها رو بررسی کردن. مثلا الان شما اگر ببینید، جستجو بکنید، صحیح سنن نسائی بنویسید، احادیث صحیح که در سنن نسائی اومده رو جدا کردن. علم حدیث در این زمینه زیاد کار شده. تا شما الان یک حدیث رو در
یک برنامه به اصطلاح که سرچ میکنه یا جستجو میکنه یا بحث میکنه در مورد حدیث بنویسید، برای شما درجه حدیث رو میاره و راویانش رو بررسی میکنه. در مورد تاریخ به این شکل کار نشده. به خاطر همین موقف ما در مورد روایات تاریخی باید با بررسی باشه، با تحقیق باشه. مثلا روایت میشه که در کتب تاریخ مثلا روایت میشه که عمر آمد خانه فاطمه رو آتش زد، به طور مثال. روایت در کجا آمده؟ در کتاب تاریخ طبری آمده. محققین میان این روایت رو بررسی میکنن، بعد از اون متوجه میشن که این روایت رو کی برای ما نقل کرده و امام طبری وقتی این رو آورده نوشته، در مقدمه کتابش هم گفته که من این روایت رو ذکر کردم، روایت ها رو ذکر کردم در این کتابم، صحیح و سقمش به عهده محققین. شما یعنی آنچه که در این کتاب ذکر شده همه اون صحیح نیست، من آنچه که شنیدم از مردم نقل کردم. شما تحقیق کنید، بررسی بکنید، به اصطلاح خوب و بدش رو از هم جدا بکنید. وقتی که علما میان بررسی میکنن این روایت رو، میبینیم که در این روایت راوی هست به نام ابی مخنف. مثلا در مورد شخصیت این راوی که وقتی بررسی میکنن میبینن که یک شیعه رافضی است. به خاطر همین روایت یک شیعه رافضی برای اهل سنت اعتباری نداره. مثل همین اینو به عنوان یک نمونه ذکر کردم، چون تاریخ خیلی وسعتش بیشتر از حدیث هست. مثلا شما ببینید طرف یک کتاب نوشته فقط در مورد غزوه بدر، داخل این شاید 60-70% روایت‌های ضعیف و روایت‌های نادرست باشه. به خاطر همین در مورد تاریخ اسلام، در مورد سیرت دقت بیشتری صورت گرفته. حالا مثلا شما اگر رحیق مختوم رو بخونید، سعی شده که صحیح ترین روایات در اون جمع بشه. اما بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه تا دلتون بخواد هر کسی هر جا هر چیزی شنیده نوشته. الان اینا باید تحقیق بشه، بررسی بشه، صحیح و ناصحیحش از هم جدا بشه. موضوعات حساس، موضوعاتی که عام باشه دیگه، حالا مثلا فلانی رفت در مکه فوت کرد، در مدینه فوت کرد، در طائف فوت کرد، در کوفه و بصره فوت کرد، این چندان مهم نیست برای امت اسلامی. اما بعضی روایت‌های حساس وجود داره که خب شاید سبب فتنه و جنگ و درگیری بین مسلمان‌ها بشه. این گونه روایت‌ها رو باید تحقیق کرد، بررسی کرد تا دید که این روایت درست است یا درست نیست. شیعه عموما چیکار میکنن؟ میان به همین روایت‌های ضعیف و کذب و دروغی که هست به همینا متوسل میشن و به خاطر اثبات اعتقادات خودشون بیشتر به این روایت‌ها و بیشتر به روایات تاریخی چنگ میزنن تا به روایات حدیثی و روایات صحیح. و یکی از دوران‌هایی که بسیار در موردش دروغ بافی شده، در موردش آرا و نظریات مختلف بیان شده، دوران سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و جنگ هایی که صورت گرفته، جنگ جمل، جنگ صفین، مشکلاتی که با معاویه رضی الله تعالی عنه داشتن. در این اواخر در ماه رمضان گذشته سریال معاویه پخش شد و شبکه نور هم این رو به فارسی ترجمه کرده بود. این سریال یعنی خوبی های زیادی داره با وجود یک سری اشکالاتی هم که درش وجود داشت که من نمیخوام زیاد بهش بپردازم. یکی از خوبیاش این بود که کسی که این سناریو رو آماده کرده بود بی‌طرفانه آنچه که واقعیت‌های تاریخی بوده و اهل سنت بهش اعتقاد دارن رو آورده بود، به تصویر کشیده بود. با اینکه تصویر کشیدن صحابه و بعضی صحنه‌هایی که داخل این فیلم بود با ایناش کاری نداریم. برای اولین بار در مقابل شیعیان یک سریالی قرار گرفت که بدور از تفکرات تعصبانه شیعه و سنیگری و نمیدونم تعصبات مذهبی و اینا، واقعیت‌های تاریخی که وجود داشت رو به تصویر کشیدن. به خاطر همین اگر متوجه شده باشید شیعه دستپاچه شدن یا به قول افغانی ها بارخطا شدن. از عراق و نجف و قم و از علماشون و دعوتگراشون و همه شروع کردن به چی؟
که این سریال رو نبینید و اینو ممنوع کردن و خلاصه در هر وسیله‌ای از رسانه هایی که در ایران پخش بشه تحت پیگرد قانونی قرار میگیره و خلاصه این دستپاچگی و این وارختایی به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اینها برای اولین بار بیننده میومد واقعیت هایی که در آن زمان رخ داده بود رو به صورت یک فیلم میدید و شیعیان را به تفکر وامی داشت. یعنی ما این همه چیزا شنیدیم، این همه چیزا در مورد معاویه به ما گفتن در کتاب ها و در منابر و اینها، اما واقعیت ها چیز دیگری بوده. نکته خیلی جالبم این بود که کسی که این سناریو را آماده کرده بود اینجا حدید تنگ نظری به اصطلاح سنی افراطی به اصطلاح این سناریو را آماده نکرده بود. آنچه که در کتب تاریخ منابع صحیح بوده همونا رو جمع‌آوری کرده بودن و این فیلم را آماده کردن. به خاطر همین شیعیان اومدن با این فیلم خیلی به تندی برخورد کردن و البته خیلی از شیعیان منصف هم آمدن دیدن و واقعا از این فیلم متاثر شدن. همچنین این فیلم یک سری از مسائل رو در بین جوانان اهل سنت ایجاد کرده که متاثر بودن از رسانه های شیعه، متاثر بودن از افکار شیعه در مورد سیدنا معاویه. و یکی دیگر از مشکلاتی که ما متاسفانه در جامعه اهل سنت داریم، خاصتا در افغانستان، بعضی از دانشگاه ها، بعضی از علما و بعضی از دعوتگرانی که بودن خواستن در این 30-40 سال اخیر خواستن کسایی که منسوب و منتسب به جماعت اخوان المسلمین بودن در افغانستان یا جمعیت اصلاح که فعلا به نام جمعیت اصلاح بعد از زمان جمهوریت در افغانستان جمعیت اصلاح و انکشاف که در افغانستان اینها کار میکردن، عموما جماعت اخوان المسلمین در بینشون یک نوع تقدسگرایی نسبت به رموز و رهبران و مفکرین و نویسندگانشان وجود دارد متاسفانه. همونطوری که مثلا بالای یک حنفی متعصب تنگ نظر ایراد میگیرن، بالای یک شخصی که تعصب قومی داره ایراد میگیرن، بالای یک کسی که مثلا تعصب مذهبی داره بالای یک متعصب سلفی، متعصب نمیدونم فلان و علان ایراد میگیرن. متاسفانه در بین کسانی که چه مستقیما تحت تأثیر افکار جماعت اخوان المسلمین هستند یا که شاخه‌هایی از اونها محسوب میشن مانند جماعت اصلاح در افغانستان یا جمعیت اصلاح در افغانستان، اینها هم متاسفانه تعصب در اشخاصی دارن که جز مفکرین، نویسندگان و دعوتگران اخوان المسلمین معروف هستند در جهان. یکی از اشخاصی که متأثر از فکر اخوانی است یا میتوانیم بگیم که شاخه اخوان المسلمین در شبه قاره هند است، جماعت اسلامی است. جماعت اسلامی هند که توسط ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه تأسیس شد که متأثر از فکر حسن البنا و سید قطب رحمهم الله از اینها بود و اینها میشه گفت که شاخه اخوان المسلمین در شبه قاره هند و پاکستان محسوب میشدن. جناب مودودی یک کتابی داره به نام خلافت و ملوکیت که این کتاب ایشان متاسفانه پر از اکاذیب، دروغ‌ها و روایت‌های ساختگی تاریخی است که متاسفانه جماعت اخوان المسلمین، علما و دعوتگرانی که متأثر از افکار اخوان المسلمین و جماعت اسلامی هستند، به خاطر این تعصب و شخصیت پرستی که در اینها وجود داره، این کتاب رو حتی در دانشگاه‌ها و در مدارس خودشون تدریس می‌کردن که یکی از احساناتی که طالبا انجام دادن این بود که ممنوع کردن کتب مودودی در افغانستان بود. گرچه من مخالف منع کردن کتاب و کتابخانه هستم، منتها موافق با منع تدریس این کتاب‌ها برای جوانها و برای نسلی که خالی و ذهن پشت میز میشینن که یک چیز رو از استاد یاد بگیرن. استادم به جایی که بیاد یک مسئله تاریخی رو به شکل صحیح و واضح برای مردم بیان بکنه، میاد چیکار میکنه؟ از یک کتاب مرموز که پر از اکاذیب و دروغ و افترا هست، این کتاب رو، من نمیگم که مودودی رحمت الله علیه انسان دروغگو که باز برداشت اشتباه نکنم بعضی از متعصبین شروع بکنن که حالا به فلانی توهین کرد. ایشون مورخ نبوده، ایشون محدث نبوده، ایشون با تاریخ اسلامی آشنایی به اصطلاح دقیق و آکادمیک نداشته. به خاطر همین اومده این کتاب رو نوشته به نام خلافت و ملوکیت و این کتاب پر است از اکاذیب و افتراها و دروغ‌هایی که جناب مودودی جمع کرده از کتاب‌های دیگر.
مانند حکمتی صاحب که در باب حدیث و تفسیر متخصص نبودن، اومدن روایت ها و چیزها رو جمع کردن که دیدیم چه دست گلایی به آب دادن. جناب مودودی هم الله متعال از سر تقصیراتش بگذاره، در این کتاب بزرگترین جنایت رو در حق تاریخ اسلامی و سیرت و در حق صحابه انجام میده و این کتاب متاسفانه توسط اشخاصی که از تاریخ اسلام و از احادیث و از سیرت و از سیرت صحابه و از وقایع صحیح تاریخی اطلاعی نداشتن در مدارس، در دانشگاه ها تدریس میشه. یکی از دانشگاه هایی که متاسفانه کتاب خلافت و ملوکیت در اونجا به عنوان یک مضمون در اونجا تدریس میشد، دانشگاه سلام بود در کابل. متاسفانه علمای نامدار و مشهور کشور ما در دانشگاه سلام کتاب خلافت و ملوکیت رو برای مردم، برای شاگردان تدریس میکردن، به عنوان یک مضمون درسی در اونجا تدریس میکردن و این بزرگترین خیانت در حق تاریخ اسلام است که کتابی که از یک شخصی که تخصص تاریخی نداره و کتابش مملو از غلط‌ها و اشتباهات تاریخی است، این کتاب رو بگید تو برای جوانان مسلمان اهل سنت در اونجا بگید تدریس بکن. این خیانت است، این جنایت است در حق تاریخ اسلامی. طبیعتاً امروز جوانی رو می‌بینی که از دانشگاه سلام دیپلم گرفته یا ماستری گرفته، چنان دشمن است با معاویه انگار که معاویه پدرش رو کشته. چرا؟ با که ریشه یابی کردیم قضیه رو، آقا این در دوران دانشگاه کتاب خلافت و ملوکیت رو برای اینا تدریس میکردن در اونجا. من نمیدونم که یعنی این چه عقلی بوده، چه شعوری بوده که تو بیا کتاب خلافت و ملوکیت رو، این همه مصادر صحیح تاریخی وجود داره، تو بیا یک کتاب حاضر و آماده پر از مغلوطات تاریخی رو برای جوانها تدریس بکن. این جنایتی است که صورت گرفته خاصتا در 20 سال جمهوریت در افغانستان. کتاب‌های مشبوهی، یعنی گاهی اوقات انسان فکر میکنه که مثلا شاید ایران، سپاه پاسداران، سفارت ایران به این مولوی، به این عالم دین یا به این دعوتگر یا به این استاد دانشگاه پول داده که تو بگیر این کتاب رو تدریس بکن. یعنی غیر از این دیگه هیچ یعنی عذری آدم نمیتونه برای این شخص بیاره که اینقدر انسان بیخبر باشه که این کتاب رو بیار تو در دانشگاه برای مردم تدریس بکن. در رفای کتابخانه ها باشه، مردم به خاطر تحقیق و مطالعه برن بخونن، مشکل نیست. اما شما بیارید در بین عامه مردم این رو نشر بکنید، در بین جوانان در دانشگاه ها و مدارس بیارید این رو تدریس بکنید، این غلط است. الا که کسی که میخواد بیاد این مسائل رو تدریس بکنه باید از تاریخ آگاه باشه، روایت های صحیح و ضعیف همه چیزها رو بلد باشه. بر صورت برمیگردیم به قضیه سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه. عده‌ای بر این عقیده هستند که به مجرد اینکه دو گروه از مؤمنین با هم دیگه بجنگند و در بینشان درگیری صورت بگیرد، حتما یکی از اینها کافر هستند، یکی از اینها مرتد هستند، یکی از اینها بیدین هستند، در حالی که همچین چیزی وجود ندارد. بعد دلیلشون چی است؟ میگن که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، فجزاه جهنم. این رو از قرآن کریم دلیل میارن که پس چون که اینها با هم دیگر جنگیدن و یکی دیگری رو کشتن، به خاطر همین اینا چون خالد و مخلد در جهنم هستن، به خاطر همین هم اینا کافر هستن. یک گروه باید کافر باشه، یک گروه عذر داره، گروه دیگر باید کافر باشه. طبعا گروهی که در اینجا به حق نزدیکتر بود کی بود؟ این عقیده عموم اهل سنت است. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، حضرت علی امیر مومنین بود، خلیفه مسلمان ها بود، اهل مدینه با او بیعت کرده بودن، مسلمان ها اکثرا با او بیعت کرده بودن و خلافت به اصطلاح به ایشان سپرده شده بود و بقیه امرایی که در مناطق کشورهای اسلامی بودن من جمله سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه باید با ایشان بیعت میکردن. اما این که بگیم که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، اینو بیام سر اینا تطبیق بکنیم که حتما اینا چون هم دیگه رو کشتن کافر بودن، این فکر خوارج است. این فکر خوارج است. خوارج هر دو رو تکفیر کردن، گفتن هم علی کافر است هم معاویه کافر است. چرا اینا با هم دیگه جنگیدن؟ چرا بعداً تحکیم کردن؟ چرا دو نفر رو حکم قرار دادن؟ لا حکم الا لله، حکمیت فقط از آن الله هست. تو که می دو نفر رو حکم تعیین میکنی پس تو کافر شدی، در اینجا حکم الله رو دور میکنی و حکم دو نفر انسان رو در اینجا میاری پیاده میکنی، به خاطر همین کافر میشه. خوارج، فکر خوارج از همینجا شروع شد. جنگ بین دو گروه مؤمنین
بر سر اجتهادی که اینها دارن، چون سیدنا معاویه میگفت من بر حق هستم، به خاطر جنگ نیامده بود. سیدنا علی هم به خاطر جنگ نرفته بود، در موقعیتی قرار گرفتن که مجبور شدن وارد جنگ بشن با هم دیگه، چون در بین هر دو گروه کسانی بودن، منافقینی بودن، شورشیانی بودن که همانایی که در قتل سیدنا عثمان دست داشتن و اونها از این میترسیدن که اگر علی و معاویه با هم دیگه صلح بکنن گلم اونها جمع بشه، اونها از بین برن. اینا به خاطر اینکه بازار خودشون رو گرم بکنن و خودشون رو نجات بدن، اینها رو به جنگ انداختن، یعنی سبب شدن که این جنگ ها صورت بگیره، هم جنگ جمل و هم جنگ صفین. حتی در جنگ جمل ام المؤمنین عایشه صدیقه برای جنگ نیامده بود، برای صلح آمده بود و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نمیخواست با اینها بجنگه. به هر صورت این یک واقعیتی است که این رو اولا باید پذیرفت که این دو گروه به خاطر دنیا، به خاطر قدرت با هم دیگه نجنگیدن، به خاطر اجتهادی که داشتن که حالا مفصل در مورد صحبت میکنیم با هم دیگه جنگیدن. پس دو گروهی از مسلمان ها، دو طایفه، دو حزب، دو گروه با هم دیگر اگر بر سر یک مسئله اجتهادی یا بر سر یک مسئله حتی ولو دنیوی باشه بجنگن، آیا اینها یکیش کافر میشه، جهنمی میشه؟ نه. دلیل ما چی است؟ دوستان عزیز نشون میدن در سوره حجرات ما این آیه رو داریم اینجا. الله سبحانه و تعالی میفرماید و این طائفتانی، اگر دو گروه، طائفتان یعنی دو گروه، من المؤمنین، از مؤمنین، اول میاد ایمان این دو گروه رو ثابت میکنه، میگه که دو گروه که مؤمن هم هستند، دو گروه که مؤمن هم هستند، اگر با هم اقتتلوا، جنگیدن، فاصلحوا بینهما، صلح بیارید در بینشون. که سیدنا علی و سیدنا معاویه در آخر چیکار کردن؟ دو نفر حکم رو تعیین کردن و این دو نفر در بین اینها صلح آوردن. اگر بعد از اینکه شما فإن بغت احداهما علی الاخرى، بعد از اینکه صلح آوردید، اگر یک گروه بر گروه دیگری بغاوت کرد، فقاتلوا التي تبغي، شما بجنگید با گروهی که بغاوت کرده است. الان شما صلح آوردید، گفتید که علی بر حق است، معاویه گفت نه من قبول ندارم، من می جنگم. شما باید با علی یک جا بشید، با معاویه بجنگید. گرچه این رخ نداد، اون هر دو طرف قبول کردن، لکن اگر قبول نمی کرده که از طرف صلح رو، باید مؤمنین همه می رفتن با این طرفی که به اصطلاح قبول کرده بود صلح رو، با این یک جا می شدن، با اون طرفی که بغاوت کرده بود اون رو چیکار می کردن؟ با اون می جنگیدن تا کی؟ حتی تفیء الى امر الله، تا که سر بنهد، تا که تسلیم شود در مقابل امر الهی. امر الهی چی است؟ صلح آوردن در بین مؤمنین و مسلمان ها. فإن فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، بعد از اینکه خلاصه هر دو گروه تسلیم صلح شدن، در بینشون با عدل و با قسط، یعنی با عدالت و با میانه روی در بینشون چیکار بکنید؟ صلح برقرار بکنید. ان الله یحب المقسطین، الله سبحانه و تعالی انسان‌های عادل رو دوست داره. بعد از این مباشرتا الله متعال میگه انما المؤمنون اخوه، میگه مؤمنین برادر هم دیگر هستن، نباید که با هم بجنگن. فاصلحوا بین اخویکم، صلح بیارید، صفا بیارید، آشتی بیارید در بین برادرانتون. واتقوا الله لعلکم ترحمون، و از الله بترسید، تقوا پیشه کنید اگر تا که الله شما رو مشمول رحمت خود قرار بدهد. این کاری بود که سیدنا علی و سیدنا معاویه کردن. بعد امروز اونا صلح کردن در بینشون، اونا در بینشون صلح کردن و به این صلح تسلیم شدن و اعتراضی هم نکردن و آشتی کردن، هر کدام هم پی کارش رفت. امروز عده‌ای از انسان‌ها پیدا شدن میگن نه بابا معاویه بر حق بود، اون یکی میگه نه علی بر حق بود. سننه به تو چیه؟ تو چی کار داری؟ اونا گذشتن رفتن، جنگ کردن، همدیگه رو کشتن، بعد نشستن با همدیگه صلح کردن. خواستم در این اروپا و متاسفانه در بین افغان‌ها زیاد است. من در مواسم حج عمره تا که در یک از مجالس شون بشینیم، والا امروز مشکلات است در فلسطین و در مثلا افغانستان و در لبنان، بعد یکی بلند میشه از اون گوشه دیگه کمی یک ریش هم گذاشته خودش علامه دهر حساب میکنه. والا سبب بدبختی امت اسلامی از روزی شروع شد که معاویه با علی جنگید. متاسفانه این فکر خلافت و ملوکیت مودودی در بین مردم در اونجا منتشر شده. حالا به چه طریقی منتشر شده الله اعلم.
در حالی که وظیفه من و تو به عنوان یک مسلمان در مقابل وقایع تاریخی که 1400 سال، 300 سال، 200 سال، 1200 سال پیش رخ داده چی است؟ الله متعال این وظیفه رو برای ما در قرآن کریم در 2 آیه در سوره بقره بیان میکنه. آیه اول در سوره بقره آیه 134 است، میگه که تلک امتون قد خلت، این امتی است که گذشته است، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، آنچه آنها کردند برای خود کردند، آنچه شما انجام میدهید برای خودتان انجام میدهید. ولا تسألون عما كانوا یعملون، از شما نمیپرسن که اونا چی کار میکردن. به خاطر همین تو الان در مسند قضاوت ننشین، قاضی نشو بگو این بر حق بود این بر باطل بود، این باطل بود این بر حق بود. به تو چیه؟ تو چی کاری که در مورد اونها قضاوت میکنی؟ تو این حق قضاوت رو نداری. تلک امتون قد خلت، این امتی است که گذشته رفته. علی اگر با اون حکمیت راضی نمی بود، انسان ترسو و بزدل نبود که ساکت بشینه، می جنگید باشون، می اومد می گفت که من قبول ندارم این حکمیتی رو که انجام دادن. اما علی پذیرفت و تو بعد از 1400 سال میگه نه این بر حق بود و اون بر حق بود. آیه دومی که الله سبحانه و تعالی باز بر این مسئله تاکید میکنه در آیه دیگری هست اینجا خدمت شما، آیه 141. در آیه 141 هم الله سبحانه و تعالی میفرماید که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، از شما نمیپرسن که اونها چی میکردن. این امتی بود که گذشت. به خاطر همین از یکی از امامان بزرگوار در مورد جنگ علی و معاویه پرسیدن، گفت که چی کار داری به این؟ گفت خداوند شمشیرهای ما را از خونهای آنها در امان داشت، چرا زبانهای خودمان را در مورد آنها آلوده بکنیم؟ یعنی بگیم که والا این بر حق بود اون بر حق بود. گذشت رفت، حساب و کتاب به دست الله سبحانه و تعالی، نه به دست تو. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، برگشت همه به سوی الله متعال است، حساب و کتابم به دست الله متعال است، به دست من و تو نیست که این بر حق بود اون بر حق نبود. اما ما در مورد مسائل تاریخی با تحقیق و بررسی مطالعه می‌کنیم و در مورد مسائلی که جزء غیبیات هست هیچ وقت حکم نمی‌کنیم که آقا این حق بود این باطل، چون حق و باطل رو من و تو نمی‌توانیم تشخیص بدیم. خب حکمیت آمد، صلح برقرار شد، معاویه برگشت به شام، حضرت علی برگشت به کوفه، جنگ تمام شد. خوارج از اینجا دیدن وقتی که صلح شد، خوارج کسایی که در لشکر علی بودن و قاتلین سیدنا حسین رضی الله تعالی عنه در کربلا، مثلا شمر ابن ذوالجوشن، عبیدالله ابن زیاد و تعداد زیادی از کسانی که در قتل سنان، کسانی که در قتل سیدنا حسین دست داشتن، حتی در کسی که سنانی که سر سیدنا حسین رو جدا کرد رضی الله تعالی عنه رو از تنش جدا کرد، اینا همه کیا بودن؟ کسانی بودن که در لشکر حضرت علی بودن، در صفین در لشکر حضرت علی بودن. شمر ابن ذوالجوشن یکی از فرماندهان لشکر حضرت علی بود و اینو در مصادر تاریخی شیعه هم ذکر کرده. بعد اینا وقتی دیدن که قضیه خراب شد، اینا صلح کردن و اینا نمیخواستن که اونا صلح بکنن، چیکار کردن؟ از لشکر علی جدا شدن، گفتن اوهو علی کافر شده. چرا کافر شده؟ به حکمیت تن داده، لا حکم الا لله، بهانه گیری. رفتن در نهروان جمع شدن در اونجا و گفتن که ام علی کافر است، ام معاویه کافر است، ام ابو موسی اشعری که از طرف سیدنا علی به عنوان حکم تعیین شده بود، ام عمرو ابن عاص که از طرف معاویه رضی الله عنه تعیین شده بود، معاویه هم کافر است، علی هم کافر است، این 2 نفر حکم هم کافر هستند، کسانی که در لشکر علی هستند کافرن، کسانی که در لشکر معاویه هستند کافرن، پس همه اینا کافرن. حتی صحابه را تکفیر کردن. بعد اونجا تصمیم گرفتن که اینا رو ترور بکنن. یک نفر عبدالرحمن ابن ملجم قرار شد حضرت علی رو ترور بکنه، یکی موظف شد که ابو موسی اشعری رو، یکی موظف شد که عمرو ابن عاص رو، یکی موظف شد که سیدنا معاویه رو ترور بکنه. از بین اینها کسی که موفق شد در کارش، به خاطر اینکه حضرت علی یک انسان ساده زیستی بود و خودش به تنهایی میرفت به مسجد، وقتی وارد مسجد کوفه شد در نماز صبح بود، عبدالرحمن ملجم شقی لعنت الله علیه آمد و ایشان را به شهادت رسید. بعد شهادت سیدنا علی یک لحظه در اینجا توقف بکنیم. الان عده میان چیکار میکنن؟ همینجا حکم میکنن آقا علی بر حق بود، معاویه بر حق بود. اما طوری که گفتیم علی و معاویه با هم صلح کردن که دیگه جنگ نکنن در بین هم دیگه و هم دیگه رو به رسمیت شناختن.
حضرت علی معاویه رو به عنوان امیر شام به رسمیت شناخت و سیدنا معاویه هم حضرت علی رو به عنوان خلیفه مسلمین در کوفه به رسمیت شناخت. بینشان صلح شد، قضیه تمام شد، رفت. قضیه حق و باطل که می بود، حضرت علی کسی نبود که در مقابل باطل سکوت بکنه. حضرت علی در مقابل باطل سکوت نمی کرد، ولو که تنهایی به تنهایی میماند و هیچ کسی دیگه هم همراهش نمی بود، سکوت نمی کرد. در صورت قضیه به همینجا تموم شد. حضرت علی به شهادت رسید. بلا فاصله فرزندش حسن ابن علی که لیاقت خلافت رو داشت در اون زمان، به عنوان خلیفه مسلمان ها باش بیعت صورت گرفت. بیش از 70-80 هزار نفر سرباز مسلح داشت، آماده جنگ با معاویه بود. چون که بعد از شهادت سیدنا علی ارج و مرج ایجاد شده بود و اهل کوفه همیشه، چون در بینشون از این منافقین و اشرار زیاد بودن، شورشیایی که حتی در قضیه عثمان رضی الله عنه در شهادت ایشان دست داشتن، از هر فرصت استفاده میکردن که خلاصه این شام و کوفه رو به جان هم دیگه بندازن. بر صورت یک لشکری آماده شد و در اینجا سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه با معاویه رضی الله تعالی عنه وارد مذاکره شد مثل پدرش. بعد از یک مذاکره طولانی یک موافقتنامه صلح امضا شد و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه معاویه رو به عنوان خلیفه عموم مسلمان ها به رسمیت شناخت، باهاش بیعت کرد و جنگ و برادرکشی در بین مسلمان ها تمام شد. بعد از اون اهل شام و اهل کوفه و مدینه دیگه در بینشون جنگی صورت نگرفت. حضرت علی قبل از شهادتشون بیش از 4-5 هزار نفر از همین خوارج شورشی که سبب شهادت عثمان بودن، سبب جنگ جمل بودن، سبب جنگ صفین بودن، اینا رو در نهروان قتل عام کرد، همشون رو از بین برد. و بعد از اون چی شد؟ سیدنا حسن ابن علی خلافت مسلمان ها رو، ولایت امور مسلمان ها رو به کی سپرد؟ به معاویه سپرد. با او بیعت کرد، هم حسن بیعت کرد و هم حسین بیعت کرد و هم اهل کوفه و اهل مدینه و اهل مکه و مسلمان ها یک دوران پر از صلح و آرامش رو در زمان معاویه رضی الله تعالی عنه سپری کردند. جالب اینجاست بدانید که بعد از خلافت عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان ها بهترین دوره طلاییشون در امنیت، آرامش، نشر علم و دانش، نشر قرآن، نشر سنت، فتوحات اسلامی زمان سیدنا معاویه است. چرا؟ چون جنگ و برادرکشی در بین مسلمان ها به پایان رسید، همه بر خلافت و ولایت امر معاویه رضی الله تعالی عنه دست جمعی اتفاق کردند، باش بیعت کردند و میبینیم که در زمان سیدنا معاویه مسلمان ها شمال آفریقا رو گرفتند، تا افغانستان رسیدند، تا آسیای میانه رسیدند، هند رو قسمت‌های از هند رو، پاکستان امروزی رو گرفتند. حتی در زمان معاویه رضی الله تعالی عنه مصر فتح شد و یک لشکری آماده شده بود به خاطر فتح استانبول امروزی، همین قسطنطنیه. باورتون میشه؟ یک لشکری فرستاده شد بعد از یک جنگ دریایی بسیار شدیدی که شاید در سریال دیده باشید که مسلمان ها پیروز شدن و ناوگان بیزانتیا در اونجا شکست شدیدی خوردن. همه امور مهیا بود برای فتح قسطنطنیه یا همین استانبول امروزی و این دوره طلایی امت اسلامی است. و این انسان هایی که من بهشون با این انسان ها من خیلی حساسیت دارم در مورد معاویه رضی الله عنه وقتی صحبت میکنن. اولا تو کی هستی که بگی که کی بر حق بود کی بر باطل بود؟ تلک امتون قد خلد، موافقتنامه امضا شد، صلح کردن، هر کس پی کارش رفت، به تو مربوط نیست که در موردش صحبت بکنی. ثانیاً تو زبان کثیف تو در مورد معاویه ببند. تو کی هستی؟ پدر تو کی است؟ جد تو کی است که تو می در مورد معاویه صحبت میکنی؟ معاویه صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. معاویه کاتب وحی است. معاویه کسی است که در زمان پیامبر، در زمان ابوبکر، در زمان عمر، در زمان عثمان و در زمان علی ولایت امور مسلمان ها رو در بخش بزرگی از سرزمین های اسلامی به عهده داشت. حضرت علی در موردش میگه که اخوانونا برادران ما بودن. تو بعد بلند میشی میگی که آقا
این بود و اون بود. تو کی هستی که در مورد معاویه صحبت میکنه؟ تو چند کیلو وزن داری که در مورد معاویه صحبت؟ تو برو اصلا خدماتی که در فتوحات رو بگذار کنار، نشر اسلام رو بگذار کنار، خدمت به سنت و به قرآن رو بگذار کنار، خدمات اداری که در زمان معاویه صورت گرفته در طول تاریخ اسلامی صورت نگرفته. بعد این طرف بلند میشه در مورد معاویه صحبت میکنه که معاویه این بوده اون بوده. دو کلمه هم از تاریخ اسلام نمیفهمه. پرسان بکنی بگی که معاویه در کدام سال به دنیا آمده، در کدام سال وفات کرده، همینم بلد نیست. از کتاب خلافت و ملوکیت شنیده، یک 4 تا جملات عجق بجق رو همون رو میشینن بلغور میکنن، نشخوار میکنن، غیر از اون دیگر چیزی برای گفتن ندارن. من بعضی از روایت هایی رو که در مورد معاویه رضی الله تعالی عنه وجود داره خدمت شما عزیزان بیان میکنم. مثلا اینجا ببینید در کتاب بهارالعلوم، من از مصادر شیعه میارم چون مشکل بیشتر شیعیان با سیدنا معاویه مشکل دارن و متاسفانه اون اهل سنتی که متأثر شدن از این فکر رافضه‌گری یا از فکر مودودیگری که در کتاب خلافت و ملوکیت بوده و میان این مسائل رو بیان میکنن. در کتاب بهارالانوار دوستان نشون بدن، در اینجا در صفحه 167 تاریخ امیرالمومنین در جلد 41 در اینجا در روایت شماره 27 در یک جای میگه که سمع علی علیه السلام ضوضاء فی عسکره، در زمان جنگ صفین بود، میگه حضرت علی در لشکرگاه خودش سر و صدایی رو شنید. ما هذا، گفت این چیه؟ قالوا هلک معاویه، گفتن که معاویه کشته شده. قال کلا، امکان نداره. والذی نفسی بیده لن یهلک حتی یجتمع علیه هذه الامه، معاویه نخواهد مرد، کشته نخواهد شد تا وقتی که این امت بر دور او جمع بشن. یعنی با بصیرتی که سیدنا علی داشت میدونست که هیچ کسی این امت رو غیر از معاویه نمیتونه جمع بکنه. شما تاریخ خلافت سیدنا معاویه رو فقط این فتره‌ای که ایشون بعد از صلح با حسن ابن علی تا وقت وفاتش رو شما مطالعه بکنید، خدماتی که به اسلام صورت گرفته در این دوره رو ببینید در طول تاریخ اسلامی صورت نگرفته. بعد از سیدنا معاویه سرزمین هایی رو که در زمان معاویه فتح شده مسلمان ها از دست دادن. و همچنین وقتی شما به مصادر شیعه مراجعه بکنید، مصادری که بعضا منصفانه با قضیه برخورد کردن، میبینید که بله، مثلا در نهج البلاغه دوستان عزیز، این نهج البلاغه است، در اینجا در نامه 58 و کان بعد امر ان التقینا والقوم من اهل شام، میگه که خلاصه ما یک روزی با اهل شام درگیر شدیم، جنگ کردیم در سفینه. و ظاهر ان ربنا واحد، ظاهرش این است که خدای ما یکیست. و نبینا واحد، پیامبر ما یکیست. و دعوتنا فی الاسلام واحد، دعوت ما به سوی اسلام یکیست. ولا نستزیدهم فی الایمان بالله و تصدیق برسوله ولا یستزیدوننا، میگه ما بیشتر از اونها به خدا ایمان نداریم، بیشتر از اونها به پیامبر و تصدیق پیامبر اعتقاد نداریم و اونها هم بیشتر از ما، یعنی برابریم، با هم دیگه برابریم. الامر واحد الا ما اختلفنا فیه من دم عثمان و نحن منه برا، میگه فقط مشکلی که بین ما ایجاد شده بود سر چی بود؟ که اختلاف ما در مسئله خون عثمان بود که ما از خون عثمان بری هستیم. سیدنا معاویه چی میگفت به علی؟ میگفت ببین علی جان، تو بیا همین قاتلای عثمان که در لشکر تو جمع شدن همینا رو تحویل من بده یا اینها رو محاکمه بکن، تماما با تو بیعت میکنم، مشکلی ندارم. حضرت علی چی میگفت؟ میگفت الان وقتی هرج و مرج است، وقتی این کارا نیست، بگذار کمی امور آرام بشه، بعد از اون این کار رو انجام خواهم داد. در این مسئله، فقط در همین مسئله را اگه دقت بکنیم، معاویه برحق بود و این اشتباه سیدنا علی بود که اونها رو در همون وقت قلقم نکرد. چرا؟ بعدن همونا رو در نهروان بیش از 4-5 هزارشون رو از دم تیغ گذراند و از بین همونها کسانی خارج شدن که علی رو کشتن، کسانی خارج شدن که پسرش حسین رو در کربلا کشتن. بابا جان،
عبیدالله ابن زیاد، شمر ابن ذوالجوشن، اینها از لشکر معاویه نبودن، از لشکر عثمان و ابوبکر نبودن. اینا از یاران شیعیان علی بودن، شیعیان علی بودن که در لشکر علی در صفین بودن. برید مصادر تاریخی شیعه رو ببینید. بعد چی میگن؟ بله اینا منافقین بودن و فلان بودن. با شما که میگید که امامان غیب میدونستن، یعنی امام علی غیب نمیدونست که منافقین تو لشکرشون هستن؟ خب بابا جان معاویه همینو میگفت که علی جان همینا رو بیار محاکمه بکن. علی میگفت که نه الان وقتش نیست. تا که کار از کار گذشت مجبور شد در نهروان اینا رو از دم تیغ مثلا در اینجا دوراندیشی، سیاست، حکمتی که معاویه داشت فراتر از سیدنا علی بود. اما این به این معنی نیست که معاویه از علی برتر است. این عقیده ما اهل سنت است. علی اهل بیت است، فضیلت داره بر همه صحابه. اهل بیت بر همه صحابه فضیلت دارن. علی از جمله مهاجرین است، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار، پیشگامان نخستین مهاجرین علی از جمله اونهاست. علی از اهل بدر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله سبحانه و تعالی به اهل بدر نظر کرد و فرمود که افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. مدالی به اونها داد که هر کاری که میخواید انجام بدید من شما را بخشیدم. چون الله متعال میدونه این 313 نفری که در بدر بودن اینا دلهایشان پاک بود، اینا مؤمن بودن و الا الله سبحانه و تعالی که از اونها راضی نمیشد. از مهاجرین اول الله سبحانه و تعالی رضی الله عنهم و رضوا عنه به خاطر چی میگه؟ چون که الله فعلم ما فی قلوبهم در بیات رضا میگه آنچه که در دلهایشان بود الله متعال از اونها آگاه بود. پس چون که به ایمان اینها الله سبحانه و تعالی در دلهای اینها رو دیده بود و از علم داشت به ایمان اینها، به تقوای اینها، به خاطر همین از اینها راضی شد. علی از جمله کسانی بود که در احد شرکت کرد. علی از جمله کسانی بود که در غزوات در کنار پیامبر صلی الله. علی همسر فاطمه زهرا سیدة النساء العالمین از علی پدر حسن و حسین از این فضائل کجا؟ معاویه کجا؟ اینو باید انسان منصف باشه. این واقعیت است. در فضیلت صحابی بودن، سابقون الاولون بودن، اهل بدر بودن، اهل بیت بودن، همسر فاطمه بودن، پدر حسن و حسین بودن، داماد رسول الله بودن، در اینها اصلا به گرد علی هم نمیرسه معاویه. اما این به معنی نیست که شما بیاد اینجا زبان کثیفتون رو و من این رو به صراحت میگم، سنی که بر علی معاویه صحبت میکنه کثیف است، زبانش نجس است، کثیف است، فکرش کثیف است، عقیدش کثیف است. شیعیان که دیگه از اونا گله‌ای نیست، اونا از ابوبکر و عمر هم بدگویی میکنن. چند روز قبل شنیدید در صدا و سیما در تلویزیون رسمیشون خداوند آبروشون رو برد و قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. از زبانهای گندیدهشون اون بغض و عداوتشون نسبت به سیدنا ابوبکر صدیق آشکار شد و آنچه که در دلهایشان پنهان است خیلی بزرگتر از این چیز هست. بعد روایت های دیگری هم هست که حالا من نمیخوام برنامه رو به این طرف بکشانم، اما سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در قضیه، من همین روایت رو هم خدمتتون نشون بدم. دوستان عزیز این رو کتاب رو نشون بدید. قرب الاسناد در روایت 318 صفحه 94 علی علیه السلام لم یکن ینسب احد من اهل حربه الى الشرك ولا الى النفاق ولكنه كان يقول هم اخواننا بغوا علينا. علی هیچ یک از کسانی که با او جنگیدن را به شرک و نفاق متهم نمی کرد، بلکه می گفت هم اخواننا بغوا علينا، برادران ما بودن که بر علیه ما جنگیدن. شماره 5 در اینجا هم 5 نقل او مجلسی فی بهار المجلد الثانی، در بهار مجلسی هم ذکر شده است. تشکر میکنم دوستان عزیز. و
در مستدرک الوسائل هم این روایت هست. مستدرک الوسائل در روایت 12445 میگه به علی پرسیدن ان قتل الجمل، در مورد کسانی که در جنگ جمل کشته شدن، اما مشرکون هم مشرکین بودن؟ قال لا بل من الشرک فروا، نه اونا از شرک فرار کرده بودن. قیل فمنافقون؟ قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافق نبودن چون که منافقین ذکر الله را نمی کنن. قیل فما هم، پس اینا کی بودن یا علی؟ قال اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن که بر علیه ما بغاوت کردن، ما بر آنها پیروز شدیم. پس بعضیا کاسه داغ‌تر از علی هستن، کاسه داغ‌تر از آش میگن. بعضیا شیعه‌تر از علی هستن، بعضیا مسلمان‌تر از علی هستن، بعضیا مؤمن‌تر از علی هستن، بعضیا خودشون رو راستگوتر از علی میدانن، بعضیا خودشون دلسوزتر به اسلام نسبت به علی میدانن. برید شما خفه شید حداقل در مورد اصحاب رسول الله، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نگید، زبان‌هاتون رو ببندید. این مطلبی بود که گرچه طولانی شد اما دوست عزیزی این رو پرسیده بود قبل از شروع برنامه و این گونه مسائل خود طبیعتاً باید مفصل جواب داده بشه. در مورد صحبت کردیم. از همین لحظه به بعد شما عزیزان می توانید که تماس بگیرید و در برنامه شرکت بکنید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله استاد بزرگوار میشنوید؟ بله بفرمایید. استاد شکر که سلامت هستی. سلامت باشید. تشکر میکنم استاد از شما، این زحمات که شما کشیدین. ما استاد همیشه قدردان زحمات شما هستیم و از شما تشکری میکنیم که با روشنگری هایتان دلهای ما را گرم کردین. سلامت و باشید. یا آقای از خودروزی صاحب نامد دیگه استاد، نمی غیرت از یا نمی قبول استاد. اینا از وقتی که برادر عزیز من مناظره رو اعلان کرد، گفت که موضوع اول رضای کبیر، گفتم اوکی موضوع اول رو من قبول دارم، اما موضوعی که دوم که من باید تعیین بکنم، تو بیا از کتاب گالن ثابت بکن که آیات قرآنی که در مورد جنین صحبت میکنه، اگر شنیده باشید در کلیپش گفته بود که انگار گرفتن در گوگل ترجمه کردن به عربی و نوشتن در قرآن. درست است؟ یک صفحه ایرم نشان داد آیه قرآن و متن کتاب گالن. و این دروغ بزرگی است که این خود بدبخت بیچاره هم نرفته کتاب گالن رو نخوانده. من حتی مجبور شدم نسخه PDF کتاب گالن رو از یک دانشگاه آمریکایی خریداری کردیم. باورتون میشه؟ نسخه PDFش رو خریدیم، همون صفحه رو آماده دارم اینجا. مرد هست بیاد در موردش صحبت بکنه. بعد یک شوی درست کردن، درامه‌ای درست کردن که حالا ما زنگ زدیم و جواب ما رو ندادن و فلان، بعد از این دیگه ما مناظره نمی‌کنیم. مثل این بچه‌ای که خب کاکا جان اگه برای من کیکی نخریدی من دیگه کتتو گپ نمیزنم. نمیشه اینطوری، نه؟ کسی که میخواد که بحث بکنه، مناظره بکنه، گفتگو بکنه، ناز نمیکنه. بیا مرد هستی بیا صحبت بکن. استاد قدر غیرت نداره که بیاین بس من ولی ما با کوری چشم از اون استاد و خار گوششان ما از شما حمایت میکنیم. یک جان تشکر استاد عزیز. سلامت باشید. من همین بعد از رمضان برنامه‌تان ندیدم تا این دم. خب به این معنا نیست که شما مبارزه و علیه از اینا متوقف شده باشه، اما دیگه فوکس نیست در مورد از اینا که مشخص باشد. من انشاءالله هفته آینده روز سه‌شنبه در برنامه زنده آن روی سکه انشاءالله در مورد یکی دو سه تا دروغاش صحبت خواهم کرد. نه ما فایل این رو نبستیم، ما ادامه میدیم. تشکر استاد بزرگوار، تشکر. سلامت باشی استاد بزرگوار. یک موضوع نگفتمان خیلی وقت است یاد نشده. بفرمایید استاد عزیز. بمیری طول حیات من ما داستانگی 30 سالگی هستم. دنم عمر کمه که ما دارم. همین کسایی که بر علیه دین آستین بردادن، چی در لباس ملحدین چی در لباس اسلام،
توهین تحقیر کردن استاد به عزتی داره. همین کسی که به اسلام توهین تحقیر کنه به عزتی داره. در طول حیات می‌بینیم. حالا استاد یک موضوع دیگه است. همین یک به عزتی بسیار بزرگ به دنیا در گرفته. همین ملحدین و کسای جاهلین جهاد مردم افغانستان به تمسخر گرفت استاد. مجاهدینی که از فلسطین برگشتن در افغانستان علیه روس جهاد کردن. استاد همین بی‌عزتی که فرمانشاهش اوکراین است، فکر نمیکنی که یک روز دامن کل اروپایی ها، غربی ها، رافضی ها، همین کسایی که در افغانستان توهین و تحقیر میکنه جهاد خود راه و روش دین است، راه و روش پیامبر است. درست. توهین تحقیر کردن یعنی این بی‌عزتی بالعموم همه را میگیری. ملحدین که باور نداره ما باورمند هستیم. همین مورد یک گپ اگه بزنیم استاد دیگه خیلی خوش میشیم. سلامت باشی استاد. دوستای تماچ میکنم. سلامت باشین. الله مطلب سکن. قدردان زحماتتان هستیم. سلامت باشین. وقتتان خوش. سلامت باشید. الله مطلب سکن. زنده باشید. همونطوری که برادر عزیزمون ذکر کردن، ببینید جهاد یکی از واجبات دین است. الله سبحانه و تعالی جهاد را فرض کرده بر بالای کسانی که بر آنها ظلم میشه، از مملکتشان اخراج میشن، دشمن سرزمینشان را اشغال میکنه. و جهاد بالای امت اسلامی وقتی که سرزمین اسلامی یک کشوری، یک شهری اشغال شده باشه، بالای اون مردم و کسانی که در دور و بر اونها هستند و اهل اون منطقه اگر قدرت و توانایی برخورد با دشمنان داشته باشند، بر همه اینها فرض است. یعنی بسیج عمومی مسلمان ها بر علیه دشمنی که یک منطقه رو، یک سرزمین اسلامی رو اشغال کرده باشه و مردم اون نتوانند از خودشون دفاع بکنن، بالای تک تک مسلمان ها به تدریج، اول کشورهایی که همسایه هستند، بعد از اون دور دور، همینطور بر بالای همه امت اسلامی فرض میگرده. و ما نباید انکار بکنیم اینکه در افغانستان، مردم افغانستان در مقابل انگلیس قبل از روسا، یعنی 3 جنگ ببینید ملت‌های بزرگی مانند هند و پاکستان، مانند اندونزیا، کشورهای بزرگی، شمال آفریقا مثلا مصر، ایران، خیلی از کشورها در مقابل امپراتوری بریتانیا سرخم کردند، تسلیم شدند، سرزمینشون رو، عزتشون رو، شرفشون رو، ناموسشون رو در اختیار اونها قرار دادن. و این مردم افغانستان بودن که در 3 جنگ اول افغان انگلیس، جنگ دوم افغان انگلیس، جنگ سوم افغان انگلیس، با همه قدرت و توانایی که داشتن، با همون اسلحه خفیفی که داشتن، با سنگ و چوب در مقابل لشکر بریتانیای کبیری که اصلا در زمانی که بریتانیا، امپراتوری بریتانیا بود، بر دنیا حکومت می‌گفتن، امپراتوری که آفتاب در او غروب نمی‌کنه. یعنی شما تصور کنید از بریتانیا تا هند، از شمال آفریقا تا اون طرف تا خلیج، همه این مناطق تحت سیطره اینها بود. اما این ملت در مقابل انگلیس میایسته، مبارزه میکنه، جهاد میکنه تا اینکه مجبور میکنه اونها رو که استقلال افغانستان رو به رسمیت بشناسن. در زمانی که هنوز پاکستان مستعمره بود، هند مستعمره بود، مردم افغانستان مستقل بودن. بعد در زمان روس ها میبینیم که همین امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی که این کشورهای اروپای شرقی از چکسلواکیا گرفته تا کرواتیا و که در اون زمان یوگسلاویا میگفتن، این سربستان و کرباتیا و بوسنیا و اینا همه کشوری بود به نام یوگسلاویا و چک و سلواکیا یک کشور بودن به نام چکسلواکیا بهش میگفتن. همه کشورهای اروپای شرقی تا وارشو یا وارسو، تا این قسمت، از این طرف تا جنوب سرزمین عربستان سعودی که یمن هست، تا یمن جنوبی، یعنی همه این مناطق رو ببینید که در زیر سلطه نظامی مستقیم اتحاد جماهیر شوروی بود یا به شکل غیر مستقیم توسط حتی تا کوبا. دیگه همه شما با فیدل کاسترو با اسمش آشنا هستید. تا کوبا در آمریکای جنوبی، ویتنام، همه این مناطق تحت تاثیر ایدئولوژی کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی بود. در زمانی که سرزمین‌های آسیای میانه، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، داغستان، چچنستان، این بلاروس،
اوکراین، اینا در بعضی از این کشورها اصلا یک روز هم مقاومت نکردن، پشت سر هم سقوط کردن رفتن و جز جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی شدن، تسلیم شدن رفتن. مثلا امیر بخارا اندکی مقاومت کرد، امام شامل و بعضی از مجاهدین چچن تا سالها مقاومت کردند. بعضی از مسلمانان بخارا که اون وقت سرزمینی به اسم تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان نبود، سرزمین بخارا بود، سمرقند و بخارا میگفتن. امیر بخارا به افغانستان مهاجر شد، مدتی جهاد کردند، در این شکی نیست، اما سقوط کرد، در آخر تسلیم شدن، امر واقع رو قبول کردن. و این ملت شریف و مجاهد افغانستان بود که در مقابل روس‌ها ایستادن، یک دهه کامل بیش از 2 میلیون شهید دادن و بیش از 10-15 میلیون مهاجر در ایران، پاکستان و کشورهای دیگر و صدها هزار زخمی، صدها هزار زندانی، صدها هزار انسانی که زنده بگو تا هنوزم معلوم نیست که زنده هستن یا مرده هستن. و این ملت در مقابل اتحاد جماهیر شوروی پیروز شد و همین مجاهدین به اصطلاح پا برهنه و دست خالی افغانستان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، امروز چوچه های اینها برای ما پیام میفرستن، میگن که زنده باد افغانستان و زنده باد فلان و ملاها ناموس فروش هستن و ملاها دیوس هستن و فلان هستن، در حالی که پدر همین کاوش، حالا پدر معنویش یعنی ملحدین، شاید پدرش آدمی خوبی باشه، پدران معنوی اینها ببرک کارمل، حفیظ الله امین، عنایتا راتبزاد، نورآمد ترکی، سران حزب کمونیست افغانستان، اینها ملا نبودن، اخوانی نبودن، مجاهد نبودن، اینها ملحد بودن، مثل همینا مرتد بودن، به خدا اعتقاد نداشتن، میگفتن خدایی وجود نداره. اینها بودن که افغانستان را فروختن، اینها بودن که ناموسشون را فروختن. پدران معنوی کاوش و امثال کاوش دیوس هستن که افغانستان را فروختن. به کی فروختن؟ به لنین فروختن، به برژنف فروختن، به گورباچوف فروختن، به اتحاد جماهیر شوروی فروختن. بر روی تانک‌های روسا ببرک کارمل و هواداران بیدینش به افغانستان آمدن. 8 سال در افغانستان مردم بی‌دفاع افغانستان را به خاک و خون کشیدن. اینا ملحد بودن. اینا بعد یک مسئله است، اینا همش داد از انسانیت میزنن، انسانیت و اخلاق انسان. شما تاریخ همین 200 سال اخیر بشریت رو ببینید. موسولینی بیدین، لنین بیدین، اتحاد جماهیر شوروی بیدین، فاشیست های ایتالیایی بیدین، همه کسایی که جنگ های جهانی اول و دوم رو به راه انداختن یا مسیحی بودن یا بیدین بودن و اکثریت بیدین بودن. بیش از 85 میلیون انسان رو مسیحی‌ها و بیدین‌ها کشتن، اکثریتشون بیدین‌ها کشتن. روس‌ها وقتی که برلین رو محاصره کردن، و فتح کردن و گرفتن، در یک روز به بیش از 1 میلیون زن تجاوز صورت گرفته. تا تقریبا 2 سال فرزندانی که در برلین و شهرهای اطراف او به دنیا می اومدن پدرانشان مجهول بودن. چرا؟ اینها نتیجه تجاوز دست جمعی سربازان روسی به زنان آلمانی بود. بعد اینا امروز میان این بیدین ها میگن که سبب بدبختی بشریت دین است و ملا هست و فلان است. یعنی در تاریخ 200 سال اخیر، بقیه رو ولش کنید، در همین 100 سال اخیر رو شما مطالعه بکنید، بیشترین جنایت ها رو در حق بشریت بیدین ها انجام دادن، ملحدین انجام دادن. قتل عامی که در بین بشریت صورت گرفته اینها انجام دادن. یا بیدین است، اکثریت بیدین، بعدش هم یا یهودی است یا مسیحی است. اما یک نکته رو باید در اینجا واضح بگم که درست است که مردم ما جهاد کردن، مقاومت کردن، انگلیس رو شکست دادن، روس رو شکست دادن، آمریکا رو شکست دادن، اما چیزی رو که ما فراموش کردیم و متاسفانه رهبران ما انجام ندادن، تربیت این مجاهدین بود، تربیت ایمانی، تربیت اسلامی. فقط یک نمونه برای شما عزیزان بگم. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه این همه زجر و شکنجه رو کشیدن. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم
سمیه شهید میشه، یاسر شهید میشه، عمار و بلال و ابوبکر و ابن مسعود و صدها صحابه دیگر شکنجه میشن، اذیت میشن، به شهادت میرسن. چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم اعلان جهاد نمیکنه؟ چون یک نسلی باید تربیت میشد، تربیت ایمانی، تربیت اسلامی، تربیت قرآنی. به قول سید قطب رحمت الله علیه نسل تعلیم یافته قرآن باید تربیت میشد که در مدینه وقتی که جهاد میکردن، وقتی که حکم جهاد نازل شد، مجاهدینی بودن که هدفشان از جهاد اعلای کلمت الله بود. مجاهدین ما در بینشان بودن کسانی که هدفشان اعلای کلمت الله بود، منتها در بینشان کسایی بود که هدفشان قوم بود، هدفشان غنیمت بود، هدفشان منصب بود، هدفشان پول بود. قماندان صاحب مجاهدین سلاح رو میگرفتن، میبردن در تریمنگل میفروختن، میرفتن در کمپ‌های مهاجرین میخوابیدن. رهبران خیانتکار، قماندانا خیانتکار و اون مجاهد پابرهنه بیچاره‌ای که فی سبیل الله جهاد میکرد، یا در جهاد به شهادت میرسید یا در بدر و خاک بسر خودش و خانوادهش به نان خوردنشان محتاج بودن. چرا؟ چون تربیت نکردیم ما یک نسلی رو، به اونها نفهماندیم که هدف از جهاد اعلای کلمت الله هست. علامه اقبال لاهوری، من اصطلاحات علامه اقبال خیلی خوشم میاد، گاهی اوقات بعضی کلماتی رو استفاده میکنه که غیر از اقبال من از هیچ کسی دیگری نشنیدم این کلمات رو. من این رو برای شما از ببینید. بخش هفتم، دوستان اگر نشون بدن، اسرار خودی، علامه اقبال لاهوری در بیان اینکه مقصد حیات مسلم اعلای کلمت الله است و جهاد اگر محرک آن جوع الارض باشد در مذهب اسلام حرام است. جوع الارض یعنی گرسنگی زمین، ترجمه تحت لفظیش میگه اگر هدف جهاد اعلای کلمت الله نباشد، که در حقیقت زندگی مسلمان، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو زندگی من، مرگ من، همه عبادتهای من، نماز من، قربانی من، همه اعمال من لله رب العالمین، فقط برای الله سبحانه و تعالی است. اگر برای الله نباشد، برای جوع الارض باشد. این اصطلاح جوع الارض من غیر از در اقبال لاهوری رحمت الله علیه در جای دیگه ندیدم. اگر میگه هدف از جهاد این باشه که من فتح بکنم سرزمینی رو، انا شهر فتح کردم، ولسوالی رو فتح کردم، ولایت فتح کردم، هند رو فتح کردم، پاکستان رو فتح کردم، دنیا رو فتح کردم، اگر هدف جهاد فتح باشد، یعنی به دست آورد. جوع الارض یعنی کسی که میگه که گرسنگی زمین دارد، یعنی میخواد زمین ها رو بگیرد برای خودش، اینجا رو فتح کن، اونجا رو فتح کن، اینجا رو فتح کن. هدف فتح باشد، هدف فقط گرفتن سرزمین ها باشد، هدف اعلای کلمت الله نباشد، میگه این در مذهب اسلام حرام است. سبحان الله. به خاطر همین یک حقیقت تلخی رو ما باید بگیم. در هند سلسله حکومت هایی که به اصطلاح مرکزشان افغانستان بود، یا افغان بودن، یا حکومت هایی که در افغانستان مرکزشان بود، در همین جغرافیای خراسان افغانستان امروزی حکومت میکردن، بر هند حدود 600 700 سال 800 سال حکومت کردن، تا 850 سال حکومت بوده در هند. چرا مردم هند هنوز هندو هستن؟ گاهی از خودتون پرسیدید؟ چرا سرزمین هایی رو که صحابه فتح کردن همهشان مسلمان هستن؟ افغانستان در زمان صحابه فتح شد، همه مسلمان، یا اکثریت 95% مسلمان. ایران همه مسلمان، شبه جزیره عرب همه مسلمان، شمال آفریقا همه مسلمان، سرزمین مصر همه مسلمان. سرزمین هایی رو که تا زمان سیدنا معاویه فتح شده همه مسلمان هستن. سرزمین هایی که بعد از معاویه رضی الله عنه و بعد از بنی امیه فتح شدن، اکثرشون ببینید که دین اصلیشون ماندن. چرا؟ چون صحابه و تابعین وقتی به یک سرزمینی وارد می شدن، قبل از اینکه اون سرزمین رو فتح بکنن، دلهای مردم رو فتح می کردن. با اخلاقشون، با رفتارشون مردم رو به اسلام دعوت می کردن، نه با زور شمشیر. تبر مسلمان نبودن اون مردمی که در اون وقت. چرا؟ چون که اینها رو اخلاقشون رو میدیدن، رفتارشون رو میدیدن، تقوا و پرهیزگاریشون رو میدیدن، میگفتن والله اگر در دنیا دین حقی وجود داشته باشه دین این هاست.
بعد از اون میبینیم امپراتوری‌های بزرگی آمدن، مثلا میبینید همین کرواتیا فتح شد، لهستان فتح شد، تا اتریش فتح شد، تا مجارستان فتح شد، بلغارستان فتح شد. خیلی از این سرزمین ها در دست مسلمان ها بود، فتح شدن در همین 600-700 سال اخیر. چرا مردمش هنوزم کافر هستن؟ چون اکثر اهداف این فتوحات چی بود؟ گرفتن یک شهر بود، گرفتن غنیمت بود، وسعت سرزمین بود. در اسلام وسعت سرزمین، غنیمت گرفتن، فتح کردن یک شهر هدف نیست. هدف اعلای کلمت الله است، هدف رساندن دین الله سبحانه و تعالی است. بعد شعر بسیار جالبی رو داره در اینجا که بعضی از قسمت‌هاشو دوستان عزیز: طبع مسلم از محبت قاهر است، مسلم ار عاشق نباشد کافر است، تابع حق دیدنش نادیدنش، خوردنش نوشیدنش خوابیدنش. یعنی همه امور، اما مثل همون آیه‌ای که خدمتتون عرض کردم: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، در رضایش مرضی حق گم شود، این سخن کی باور مردم شود، خیمه در میدان لا اله زند ز دست، در جهان شاهد علی الناس آمده است، شاهد آلش نبی انس و جان، شاهدی صادق ترین شاهدان. در این شعر خیلی جالب وضعیت مسلمان و هدف از مسلمان رو ذکر میکنه: اسکر شاهی و افواج غنیم، هر دو از شمشیر جوع او دو نیم، آتش جان گدا جوع گداست، جوع سلطان ملک و ملت را فناست، هر که خنجر بهر غیر الله کشید، تیغ او در سینه او آرمید. یعنی در اینجا ذکر میکنه که گاهی اساکر شاهی و پادشاهانی که و فتوحاتی که صورت میگرفت به خاطر چی بود؟ به خاطر غنیمت بود، به خاطر جوال ارز بود، به خاطر که یک سرزمینی رو بگیرن، به خاطر که کنیز بگیرن، به خاطر که غنیمت بگیرن، به خاطر اعلای کلمت الله نبود. میگه هر که خنجر بهر غیر الله کشید، تیغ او در سینه او آرمید. هر کی که شمشیرش رو، سلاحش رو به خاطر غیر الله بلند بکنه، اون تیر و اون شمشیر به کجا میخوره؟ به بدن خودش اصابت میکنه، یعنی خودش رو نابود میکنه، خودش رو به هلاکت میرسانه. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. چیه باز مثل این که در طویله ولایت باز شده دوباره. بیننده عزیز سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید. زنده باشید. استاد انصاری عزیزی، مطلبی که هست حالا درباره معاویه دیگه، ببینید این حرف شما درست بود که تو زندگی امروز ما و این کش دادن این حرفا، حالا یه موقع هست ما بحث علمی داریم، ولی تو زندگی امروز ما فرقی نداره که ما بخوایم به خاطرش با هم درگیر بشیم و شیعه و سنی با هم بد بشن که حالا علی و معاویه. این حرف من قبول میکنم. فقط درباره این قضیه که شما الان فرمودید استاد انصاری عزیز، ببینید درباره فتوحات اسلامی دو نگاه مختلف وجود داره. من نگاه خودم رو میگم، مخالف شما پس با احترام. ببینید اینی که ما حمله بکنیم به کشورهای دیگه، این سنتی نبوده که پیغمبر داشته باشه. حالا شما میگین برای اطلاع کلمت الله این کار انجام شده، اما جناب انصاری عزیز این گونه در ایران حداقل نبوده، به خاطر اینکه شواهد و قرائنی که هست اینه که به ایران حمله که شده اصلا یه حالت غارت شده کشور ایران. حالا من دلایل علمی هم دارم برای این موضوع، اگه خواستین خدمتتون ارائه میکنم که نشون میده جنایت علیه بشریت در ایران صورت گرفته. حالا اگه اجازه بدیم من میگم خدمتتون، اگه حرفی هم از شما بفرمایید. بفرمایید، اما با ذکر مصدر. خواهش میکنم. ببینید جناب انصاری، از نظر حقوق بشری و زندگی، وقتی شما به یک سرزمینی حمله کنی، وقتی که زبان اون کشور و دین اون کشور عوض بشه، این مصداق جنایت علیه بشریته، به زور البته ها. شما نگاه کن، ما در زمانی که اعراب به ایران حمله میکنن، ایرانیان زبان پارسی که اون زمان داشتن زبان پارسی میانه بوده، زبان پارسی پهلوی اوستایی بوده، چه از نظر نوشتاری چه از نظر گفتاری. زبان پهلوی جناب انصاری عزیز در مدت 100 سال در پهنه ای از ایران شهر که اون
دایره ساسانیان بوده بسیار بزرگ بوده از بین میره و ما تا به امروز به غیر از بسیار بسیار افراد معدود زیر 500,000 نفر در ایران هستن که هنوز زبان پهلوی و حالا به صورت تاتی صحبت میکنن و از اون ور کشوری که 99% زرتشتی بوده دینش برمیگرده به اسلام. حالا شما به ممکنه به من بگی تو دوست داشتی زرتشتی باشی یا مسلمون باشی، مسلمون بده؟ نه، مسلمون خوبه، حقیقت اسلام هم واقعیته. اما شما نگاه کن اندونزی و مالزی دو تا بزرگترین کشورهای مسلمون بدون شمشیر مسلمون شدن. احتیاجی نبوده که این گونه ریخته بشه با شمشیر، دینشون عوض بشه، زبانشون از بین بره، فرهنگشون از بین بره به اسم اینکه ما میخوایم اینا مسلمون کنیم. مسلمون کتاب داره. خب یک لحظه دوست عزیز، خواهش میکنم یعنی چون که موضوعاتی که ما اینجا مطرح میکنیم باید موضوعات علمی باشه، درسته؟ بینندگانی هستن الان دارن میبینن، میخوان از شما چیزای علمی بشنون. شما 3 مورد عمده‌ای که در اینجا ذکر کردید، اولا گفتید حمله اعراب به ایران، درست؟ دوم تغییر زبان مردم ایران، سوم به زور مسلمان کردن مردم ایران. برای 2 موردی که اخیری که ذکر کردید، تغییر زبان و فرهنگ و به زور مسلمان کردن، دلیل بگید که مردم ایران رو گفته باشن که وقت بعد از فتح ایران گفته باشن که شما مردم مجبورید که باید دین اعراب رو به قول شما اما به قول ما دین اسلام رو بپذیرید. بله، شما میتونید به من بگید زبان فارسی پهلوی چه بلایی سرش اومد؟ چی شد بعد حمله اعراب زبان فارسی پهلوی از بین رفت؟ که زبان اکثریت اجازه میدید در این مورد علمی صحبت بکنیم؟ علمی صحبت میکنیم، خوبه؟ بله. بسیار خوب. اعراب زبان مردم ایران رو عوض نکردن. اعراب زبان مردم ایران رو عوض نکردن. بزرگترین دلیلش هم این است که در دوران عباسیان وقتی پایتخت تقریبا به بغداد که مرکز فارس گفته میشد در اون موقع، دیگه اینو قبول دارید دیگه، عراق امروزی و ایران و اینها در اون موقع تقریبا اینجا اکثریت زبان فارسی بود. ما میبینیم در دوران عباسیان وزرایی که در دربار بودن اکثرا فارس بودن، کتاب‌هایی که نوشته شده به زبان فارسی نوشته شده، زبان فارسی زبان دانشگاه ها بوده، زبان مدارس بوده. هیچ زور و جبری بر این که مردم رو اجباراً زبانشون رو فارسی عربی کرده باشن وجود نداشت. اگر این کارو می‌خواستن بکنن امروز شما در ایران فارسی صحبت نمی‌کردید. اما این تغییراتی که امروز در فارسی شما رخ داده و متأثر شده از زبان عربی به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه حکومت در رأسش عرب‌ها بودن و مردم به خاطر خوشخدمتی، به خاطر یک استایل، به خاطر یک نمیدونم خودشون رو نزدیک به حکومت جلوه دادن، اصطلاحات چی رو صحبت میکردن؟ عربی رو صحبت میکردن. این به مرور زمان این داخل زبان شده و این یک امر طبیعی است. مثلا امروز شما در تاجیکستان با یک تاجیکی بخواید که صحبت بکنید، از بین 10 تا کلمه تاجیکی 5 تا روسی میگه. چرا روسی میگه؟ چون که در زمان اتحاد جماهیر شوروی زبان رسمی دولت، زبان رسمی اتحاد جماهیر شوروی روسی بوده و مردم تاجیک الان در شهر دوشنبه یک تاجیک با یک تاجیک دیگه اگر بخواد کلاس بگذاره با زبان روسی صحبت میکنن با هم دیگه، یا حداقل در بین کلمات تاجیکی کلمات روسی رو استفاده میکنن و این در همه دنیا یک چیز خیلی طبیعی است. هیچ زور و اجباری نبوده. وانگهی شما اگر برگردید به 40 سال پیش، 50 سال پیش در زمان شاه، در زبان همین رضا شاه اخیری که در چیز بود، شما زبان رادیو تلویزیونی که در اون موقع صحبت میکردن با زبان رادیو تلویزیون و صدا سیمای جمهوری اسلامی رو الان با هم مقایسه بکنید، زمین تا آسمان فرق داره. حتی شما به اصطلاح مرکز چی بهش میگن که واژه ها و اصطلاحات جدید فارسی رو در ایران در میارن، مثلا به ساندویچ میگن دراز لقمه و نمیدونم به کروات میگن که فلان آویزان و یا به پیتزا میگن مثلا کش لقمه و این چیزا. همین اصطلاحات جدید رو کی میاره؟ واژه های جدید فارسی رو که اختراع میکنن.
همینا هر چه سعی و تلاش کردن اما نتونستن مردم رو به طرف اون زبان اصیل فارسی که مثلا 1000 سال پیش صحبت میشد به طرف اون برگردانن. چون همونطوری که انسان‌ها پیشرفت میکنن، همونطوری که انسان‌ها تغییر میکنن، لباسمون تغییر کرده. حالا مثلا شما بیا لباس زبان قاجار رو بپوش در کوچه و خیابان بگرد، مردم بهت میخنده. حالا مثلا رئیس جمهور ایران لباس رضا شاه رو بپوشه در خیابان‌ها بگرده، مردم بهش میخندن. الان اصلا تاج گذاشتن بالای سر پادشاه الان یک چیز مضحکه است، یک چیز مسخره است. این جزء فرهنگایی بوده که گذشته. به خاطر همین تغییر زبان هیچ جبر و اکراهی نبوده، بلکه این خود مردم بودن که عوض کردن زبانشون رو. اگر بوده یک نمونهش رو به من بیارید. استاد انصاری عزیز، سوء تفاهم شد. زبان ببینید وقتی که اعراب به ایران حمله کردن، ببینید امروز ما داریم فارسی صحبت میکنیم، ولی فارسی دری، فارسی درباری که از خراسان بزرگ بلند شده. در اون زمان زبان مردم ایران پهلوی بوده. پهلوی زبانی خب کی تغییر داده این رو؟ کی تغییر داده؟ کی مثلا دوست عزیز، یک مسئله مثلا پنجه رو ما میگیم این پنجه است، درسته؟ الان به تلویزیون نگاه کنید، به این میگیم پنجه، درسته؟ پنجه. بله بله. در فارسی پهلوی بهش چی میگفتن؟ من میدونم بهش میگفتن پنگون. اینو میگفتن پنگون، الان شما میگید پنجه. چرا الان نمیگید پنگون؟ چرا پنجه شد؟ پنجه که کلمه عربی نیست. خود زبان به مرور زمان بعضی کلماتی که صعب باشه، سخت باشه، اینها رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. شما الان بیا به زبان پهلوی بیا در بین مردم صحبت کن، بهت میخندن. اما خودمون کسی که امروز ضد عرب هست، ضد زبان عربی هست، بهت میخنده. آقا پنگون کلمه پهلوی است، پنجه کلمه فارسی است، چون در عربی پ نیست. چرا پنگون شده پنجه؟ پهلوی اصلا با زبان دری بله کلمات مشترک دارن، ولی شما اگه از نظر آوایی گوش کنید به شدت به آسوری، عبری و مقداری به کردی نزدیکه. خب کی عوض کرد اینو؟ کی عوض کرد اینو؟ عزیز دلم این چیز تاریخ. وقتی که اعراب به ایران حمله میکنن زبان فارسی پهلوی و دین زرتشت از بین میره و کی عوض کرد این رو؟ کی امر کرد؟ یک امری نشان بدید که عمر گفته باشه که یا ایها الناس بعد از این کسی حق نداره به زبان فارسی پهلوی صحبت بکنه. آقای انصاری عمر دستور داد زبان فارسی پهلوی چون دلیل ممنوعه. نتیجهش این دلیل مدرک زبان فارسی که دلیل مدرک صحبت میکردن چجوری دلیل از کجا آوردید این رو؟ دلیل اینه که بعد از حمله اعراب زبان فارسی پهلوی در ایران از بین رفت. بابا خیلی زبان ها منقرض شد رفت. الان مثلا در زبان 90% جامعه بود. آقای محترم الان مردم هند زبان اصلیشون چی بود؟ زبان اصلی مردم هند و پاکستان چی بود؟ ببینید زبان هند فرق داره داستانش. الان بین ما عرب بودن. آقای محترم من از شما یک سوال میپرسم. هندو صحبت میکردن. نه زبان اصلی مردم هند و پاکستان سانسکریت بود، درسته؟ بله. اردو از کجا آمد؟ چرا امروز در هند و پاکستان چرا امروز در هند و پاکستان زبان اردو زبان رسمی است؟ چرا؟ اصلا من کاری به هند و پاکستان نه ندارم. عجب. آقای محترم برادر عزیز اگر گوش کنید یک لحظه، اگر اطلاعات اجتماعی و تاریخیتون کمه برید مطالعه بکنید. ببینید وقتی که فارس ها اومدن در هند حکومت کردن، امپراتوری های فارسی، حتی تیموریان، غزنویان، همه اینا زبان رسمیشون فارسی بود، درسته؟ بعد اومدن فارسی دری بود. همین امپراتوری هایی که زبان فارسی دری صحبت میکردن، همین ها اومدن چیکار کردن؟ کسانی که مسلمان میشدن به خاطری که خودش رو نزدیک به اینها جلوه بدن کلمات فارسی استفاده میکردن. آهسته کلمات فارسی در داخل ادبیات سانسکریت قاطی شد و زبان جدیدی در بین مسلمان ها به نام زبان اردو
پدید آمد، در حالی که زبان اردو مثلا 500-600 سال پیش اصلا وجود نداشت. زبان اردو مثلا الان شما برید سرود ملی پاکستان رو بشنوید، میگه پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، ملک سلطنت تابنده پاینده باد، شاد باد منزل مراد. یک کلمه اردو یا سانسکریت یا هندی در شما سرود ملی پاکستان پیدا نمی کنید. فقط در آخرین بیت سرود ملی پاکستان میگه پاک سرزمین کا نظام، پاک سرزمین کا نظام، کا فقط اردو است، هندی است. پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، همش کلمات فارسی است. حالا این پاکستان رو کی مجبور کرده بود که زبانشون رو به اردو تغییر بدن؟ اجازه میفرمایید؟ پس اینم جنایتی بود که فارس ها در هند انجام دادن که زبان مردم سانسکریت هند رو تغییر دادن. پس اجازه بفرمایید. ببینید آقای انصاری عزیز، تاریخ رو اگه بخوایم دینی ببینیم، تعصبی ببینید، همون جوری که اسکندر اومد تخت جمشید آتش زد، همون جوری که نادر رفت به قول شما تو هند جنایت اصلا شما بگو کرد، من نمیگم نه که اصلا کرد، همون جور هم اعراب که به ایران حمله کردن 100 سال بعد. دلیل برادر عزیز، میگید که زبان مردم ایران را عوض کردن، دلیل لطفاً جلد صفحه کتاب برای من دلیل بگید. اینجا اینطوری سخنرانی نکنید، موعظه نکنید. زبان فارسی پهلوی بعد از حمله عرب از بین رفت. ایرانی‌ها برای اینکه به من چه که از بین رفت؟ به تقصیر اسلام چیه که از بین رفت؟ تقصیر اسلام چیه که از بین رفت؟ نمیذاری من اصلا جمله‌مو بگم. من دارم بهت میگم فارسی پهلوی چیزی هستش که ما هم کتاب اوستا رو داریم، هم کتیبه داریم که کتاب فارسی پهلوی زبان، نوشتار و گفتارش چیه. 100 سال بعد از اینکه عرب بر اینا حاکم شدن، پهلوی در گستره ایران از بین رفته، زرتشت هم تا 90% از بین رفته. ایرانی‌ها برای اینکه عربی صحبت نکنن، فارسی دری رو از خراسان منتقل کردن، در نظر فرهنگی جایگزین کردن. ولی زبان فارسی پهلوی بر اثر همه، شما اصلا یه گوگل ساده بزن، بر اثر حمله عرب و بین رفت. زبونی که هزاران سال در اون کشور صحبت میشه، وقتی که شما زبانت عوض میشه، دینت عوض میشه، یعنی به کشورت تجاوز شده. عزیز دلم، این یه چیز مشخصیه. اسلام تو مالزی و اندونزی بدون خون رفته، همشون هم مسلمونن. حقیقت اسلام احتیاجی نبود با شمشیر بیاد، همونجور که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب شرکت نکردن. ساری جان برادر عزیز، یک چیز رو من خدمت شما بگم. من از اول گفتگو از شما میگم که یک مدرکی بدید که امرا و خلفای اسلامی در زمان فتح ایران زبان پهلوی رو ممنوع کرده باشن. وانگهی یک مدرک تاریخی بیارید که گفته باشن که آقا زبان پهلوی رو عرب ها منقرض کردن، در حالی که شما اگر در تاریخ ببینید، مثلا در همین 100 سال گذشته زبان ترکی عثمانی منقرض شد. خوبه؟ در 100 سال اخیر اعراب بیچاره اصلا هیچ دخلی در این قضیه نداشتن. زبان ترکی عثمانی منقرض شد، زبان لیکیایی منقرض شد، زبان اوستایی منقرض شد، زبان اورتوپی منقرض شد، زبان باختری منقرض شد، زبان گوتی منقرض شد، زبان ماتوری منقرض شد، زبان مستعربی منقرض شد، زبان آراگونی در هیچ. من الان میتونم 100 تا زبان منقرض شده دنیا رو برای شما بیارم که عرب‌های بیچاره اصلا کاری به این زبان ها نداشتن. من قبول دارم هر زبانی هر جا بین رفته تقصیر عربان نبوده، من نمیگم تقصیر، اما زبان فارسی پهلوی مسلم تاریخی که در ایران از بین رفت. دلیل رو آوردن. دلیل اینه که بعد از 100 سال بعد از اسلام ما دیگه فارسی پهلوی نداریم. تا همین الان ما دیگه فارسی پهلوی از زمان 100 سال قبل از پهلوی فارسی باستان، قبل از پهلوی فارسی باستان چرا منقرض شد؟ فارسی میانه چرا منقرض شد؟ نه منقرض نشد. فارسی ببینید ما فارسی باستان داریم، فارسی میانه داریم، فارسی مدرن که امروز شده دری. فارسی باستان که در زمان ایلامیان شروع شد به هخامنشیان و اشکانیان در حال تکامل بود. زمانی که رسید، پس چه عیبی داره که زبان پهلوی هم تکامل بکنه بشه فارسی امروز در ایران؟ انصاری جان، زبان پهلوی که تکامل پیدا نکرد. آقا همین زبان آرامی دوست عزیز، زبان آرامی قبل از زمان فارسی میانه که در همین مناطق از عراق گرفته به اون طرف که تا خاورمیانه که زبان آرامی بود، این زبان آرامی رو که منقرض کرد؟
میگن زبان ابراهیم علیه السلام بود و زبان آذر بود و یعنی زبان نمرود بود و مملکت داشتن، ابرقدرت دنیا بودن. زبان آرامی رو که منقرض کرد. ببینید آقای انصاری عزیز، من درباره زبانی که میدونم صحبت میکنم. ساسانی 400 سال به ایران حکومت کرد و انقدر کتاب و دیوار و سنگ نوشته از زبان پهلوی هست به عنوان امپراتور مشرق زمین که مدارک کامله. زبان فارسی پهلوی از بین رفت عزیزم، به خدا از بین رفت. حالا شما ناراحت میشی که بگی اینا این کارو کردن، ولی انصاری جان کشورگشایی با دین جور در نمیاد. بیننده جان عزیز دل برادر، من ببینید من نظر شما محترم قابل قبول به شرط اینکه با سند و مدرک باشه. خب بریم رو مسئله بعدی. شما شیعه هستید درسته؟ بله. نهج البلاغه رو قبول دارید؟ ببینید آقای انصاری، من شیعه هستم ولی من منطقی ام. اگه سند درست حسابی داره قبول دارم، اگه سند نداره قبول ندارم. نهج البلاغه دیگه نیاز به سند نداره دیگه. نهج البلاغه سند نداره، خیلی حرفاش هست سند نداره. خب واقعیت اینه دیگه، تعارف نداره. دوستان عزیزم این صفحه رو نشون بدن. نهج البلاغه، اینم صفحه بعدش. حضرت علی شرکت نکرد دیگه. حضرت علی جهاد نمیدونست، کشورگشایی میدونست. چون تو جهادا حضرت خب اجازه بدید، پس اجازه بدید که در مورد این صحبت بکنیم. خب میدونم خطبه 147 نهج البلاغه، در اینجا سیدنا علی رضی الله عنه، خطبه 147 نهج البلاغه، سیدنا علی در مورد حمله به ایران اعلان موافقت میکنه. من نمیخورم چون که شما میدونید، همه دوستانم میدونن. برید 147 نهج البلاغه خطبه 147 رو در خونتون باز کنید ببینید. عمر میاد با علی مشوره میکنه، میگه من میخوام به ایران حمله کنم، خودم در رأس لشکر باشم. میگه که جایگاه رهبر چنان ریسمانی محکم است که مهره ها را متحد ساخته به هم میپیوندد، اگر این رشته از هم بگسلد مهره ها پراکنده و هر کدام به سوی خواهد افتاد الی آخری. بعد میگه چنان محور آسیاب جامعه را به گردش درآور و با کمک مردم جنگ را اداره کن. یعنی سیدنا علی مخالف فتح ایران نبوده. سیدنا علی در حقیقت همانا عجم اگر تو را در نبرد بنگرد گویند این ریشه عرب اگر آن رو بریدید آسوده میگردید. خلاصه میگه تو جوانا رو جمع کن، مردم رو جمع کن، به جنگ بفرست، ایران رو فتح بکن. اگر علی مخالف فتح ایران بود خب به عمر مشوره نمیداد. وقتی عمر اومده بود مشوره بکنه میگفت که عمر جان من مخالفم، فتح نکنید ایران رو. خب ببینید جناب انصاری عزیز، اینی که شما الان فرمودید یه بخش شما قبول دارم، یه بخشش رو اختلاف نظر دارم با شما. اینی که حضرت علی شما موافقتش رو گفته جمع کنید برید اینا توش نیست. اما اینی که به عمر گفته خودت نرو اگه کشته بشی، بله از حیث امانتداری حضرت علی رفته یه نفر ازش مشورت خواسته، مشورت درستی هم بهش داده، چیزی که به نفع عمر بوده رو به عمر گفته. اما حضرت علی که در تمام جهاد همیشه خط مقدم بوده، جایی که حالا دیگران حضرت علی دست بالا میکرده من میخوام برم جلو، اصلا شرکت نکرده. ببینید عمل مهمه، شرکت نکرده ولی ازش یه نفر مشورت خواسته، مثل یک انسان امین، مثل یک انسان راستگو بهترین نصیحت رو بهش کرده، ولی شرکت نکرده دیگه. عزیز دلم مشوره داده بهش، مشوره گفته. بابا جان، برادر عزیز، آقای محترم، اولا این که علی میخواست شرکت بکنه یا میخواست شرکت بکنه همه این رو میدونن. یک لحظه همه اینو میدونن که از سیاست‌های عمر این بود که کبار صحابه، بزرگان صحابه رو اجازه نمیداد که از مدینه خارج بشن و این یک سیاست موفقیتانه بود که اگر بزرگان صحابه از مدینه خارج میشدن حرج و مرض ایجاد میشد. کاری که در زمان عثمان شد، کاری که در زمان علی شد، چون بزرگان و رؤسای صحابه رو همیشه در کنار خودش نگه می‌داشت، با اونها مشوره می‌کرد. ثانیاً در خود این نامه 147 نهج البلاغه میگه که جوانها را، مردم را آماده کن و بفرست. یعنی چی؟ خب این داره مشورت میده. ببینید یه نفر اومده ازش داره سوال میکنه، حضرت علی خیانت به عمر نمیکنه، حضرت علی داره بهش مثل یک انسان فهیم و امین برادرانه حضرت علی بالاخره مرام. پس در این حمله عرب سیدنا علی با مشوره خودشون شرکت کردن، درسته نه؟ نه، حضرت علی شرکت نکرد. مشوره داده. برادر عزیز دوباره بخونم براتون. دوباره بخونم. مشورت دادن
من که دلیل نمیشه که شما تاریخ رو بخونی خیلی از این مسائل هست. در زمان رضاشاه آقای فروغی، رضاشاه پدر به قول معروف شوهر زنش رو اعدام کرد، ولی زمانی که ازش مشورت خواست بهش مشورت درست داد و باعث شد محمد رضا شاه جای رضا شاه بشینه. حضرت علی مشورت امینانه داده، ولی انصاری جان ولی گفته ایران رو فتح کنید، گفته ایران رو فتح بکنید دیگه، گفت مشوره داده که فتح بکنید. اگر فتح ایران کار غلطی بوده، پس در این کار غلط حضرت علی هم شریک است. نکرده دیگه، کجاش کدوم شمشیر کشیده؟ والا شما روز روشن میگید که آفتاب نیست دیگه، من چی بگم به شما؟ غیر از این گفتنی داره چیز دیگری؟ لطفاً دفعه دیگه که زنگ میزنید با دلیل و مدرک تماس بگیرید، خواهش میکنم. حالا چشم، فقط شما آقای انصاری لطف کن این زبان فارسی پهلوی رو به من بگو، حالا هر موقع خواستید. ببین برادر عزیز یعنی شما در میگن البینه میگه البینه علی المدعی. گوش کن برادر عزیز، دلیل نه یک جمله اجازه نمیدم. دلیل شما گفتید که شمشیر در گلوشون بوده که بعد عربی حرف بزنن. دلیل دلیلش اینه که یک ملت باستانی امپراتوری دین و زبانش در 100 سال عوض شده. خب به جهنم که عوض شده، خب خودشون خواستن که عوضش کردن، به ما چه؟ خودشون چی خواستن؟ آقای انصاری حمله کردن گرفتنشون. شما به من بگو سنت پیغمبر یک لحظه امین اتحاد جماهیر شوروی به تاجیکستان و ازبکستان حمله کرد، زبان مردم رو، رسم الخطشون رو به روسی عوض کرد. تا امروز مردم تاجیکستان و ازبکستان به روسی می نویسن، درسته؟ بله. به افغانستان حمله کرد، کتاب آوردن، زبان روسی زبان دوم شد، در دانشگاه ها زبان روسی زبان رسمی شد، مردم اجبار باید زبان روسی یاد می گرفتن. افغان ها رو فرستادن برای درس خوندن در اتحاد جماهیر شوروی، بورسیه ها بهشون دادن که زبان مردم رو عوض کنن، اما مردم افغانستان عوض نکردن. چرا؟ ببینید اون زمانی که این عربو به ایران حمله کردن، ایران کاملا تصرف شد. آقای انصاری بابا جان، برادر عزیز، ببین فرهنگ، زبان و فکر، هیچ کسی که یک کشوری رو اشغال بکنه این سه چیز رو نمیتونه عوض بکنه. فکر رو، فرهنگ رو، زبان رو اشغالگر نمیتونه عوض بکنه. متوجه هستید؟ امروز مردم آمریکا ویتنام رو اشغال کرد اما نتونه زبان مردم ویتنام رو عوض بکنه. روس افغانستان رو اشغال کرد، نتونه زبان مردم افغانستان رو عوض بکنه. این که یک ملتی خودش خواسته زبانش رو عوض بکنه، تقصیر اسلام و مسلمان ها چی است؟ وانگهی یک دلیل برای من از یک مصدر تاریخی اسلامی، امری از عمر یا از یکی از فرماندهان اسلامی بیارید که مردم ایران رو گفته باشه زبانتون رو عوض بکنید. دلیل. در تاریخ تشکر از شما. نمیدونم کتابشون رو خوندین یا نه. شما اگه کتاب آقای زرینکوب بخونید حمله اعراب به ایران، شما میتونید اونجا بابا جان آقای زرینکوب کتابش شد 50 سال پیش نوشته. من سند تاریخی میخوام، شما میگی آقای زرینکوب کتاباشو من خوندم. کتاباش همش بر علیه شیعه است. خب باشه اشکال نداره، من تاریخشو دارم نگاه میکنم. ببین اون آدم تمام منابعش رو آورده، تمام اون یکیشو ذکر کنید، یکی از اون منابع رو ذکر بکنید. من آقای زرینکوب و کتاباشو خوندم، یکیشو ذکر بکنید. تمام پای هر صفحه نوشته دیگه منابع. خب بیارید، یکیشو بیارید. خب باشه، دفعه دیگه بیارید ان شاءالله، بعد زنگ بزنید. دفعه دیگه زنگ بزنید، سند کتابشو بیارید ان شاءالله، یا برای من در واتساپ بفرستید، من اینجا پخش میکنم شما بخونید. خوبه؟ تشکر از شما. فقط انصاری جان زنده باشید. تشکر از شما. تشکر. زبان و عوض شدن جنایات علیه بشریت. مردم به صورت به قول معروف داوطلبانه نمیان زبان و دینشون رو عوض کنن. اسلام هیچ کس رو مجبور نکرده که زبانش رو عوض کنه، دینش رو عوض بکنه. هیچ کسی رو عوض نکرده. شما اسلام نه، ولی اعراب حمله کردن این کارو کردن. انصاری جان پیغمبر این کارو نکرده. این سنت پیغمبر نیست. اعراب نکردن، از برای خدا نکردن. گوش کن، همین یک لحظه، همین ترکای عثمانی
بر تقریبا 25 میلیون کیلومتر مربع حکومت کردن. زبان ترکی رو در هیچ جای مردم رو مجبور نکردن، اما مردم به خاطر اینکه خودشون جزء خلافت عثمانی بدونن، یک لحظه اگر به خاطر اینکه خودشون رو جزء خلافت عثمانی بدونن زبان ترکی یاد گرفتن و برعکس همه خلفای عثمانی تا سلطان عبدالحمید ثانی رحمت الله علیه همشون زبان فارسی رو مثل ترکی بلد بودن، زبان عربی رو مثل ترکی بلد بودن. بابا جان این تعصبات رو امثال شما در این اواخر دامن زدید. ما 200 سال پیش تعصبات زبانی نداشتیم. یک ترک با افتخار عربی صحبت میکرد، فارسی صحبت میکرد، یک عرب با افتخار فارسی صحبت میکرد، اصلا این تعصبی وجود نداشت. تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم دوست عزیز. فارسی زبان بودن. تشکر میکنم. تو ایران 20 میلیون ترک صحبت میکنن. اینا همه بر اثر زور و تجاوز عثمانی و ترکان به ایران بود. وگرنه ایرانی که ترکی صحبت میکرد. بابا جان اینا اصلشون ترک، آذری ان. اینا چه ربطی داره؟ اصلا فرق داره. ترک از آسیای مرکزی یک لحظه چند تا شما چند نفر دارید در ایران که الان ترکی صحبت میکنن؟ در ایران الان 20 میلیون ترکی صحبت آذری صحبت میکنن، ترکی صحبت نمیکنن. اینا آذری ان، نژادشون نژاد ترکه. اینا آذری ان، نژادشون نژاد ترکه. مثل اینکه در افغانستان ازبک است، مثل که در ایران ترک. نه خیر، همچین چیزی نیست. همچین چیزی نیست. نژاد ترک نژاد زرده. شما بزن نژاد بابا جان مردم آذربایجان، مردم ارومیه، مردم همشون زرد و سرخن. بابا جان شما دیگه میاد میخواید یعنی نژاد آسیایی و مغول. ببین باش. تشکر از شما. تشکر از شما. شما دارید به 20 میلیون برادران و خواهران ترک آذری ما در ایران اهانت میکنید. چه اهانتی میکنن؟ اونا اهانت محسوب میکنن. الان من به شما بگم که شما اصل من به شما بگم که شما از مغولستان نیست، ریشه شما ایرانیه، ولی زبان شما ترکی زبان زیبایی هم هست. چه توهینی میکنن؟ باشه. والله من یقین دارم که هیچ آذری، هیچ برادر و خواهر آذری راضی نمیشه که شما بهش بگید اصالتا فارس هستی داری آذری صحبت میکنی. تشکر میکنم از شما. نه ترکی صحبت میکنی. آذری از ریشه پارس، آذرآبادگان، زرتشت. اما زبان آذری که امروز در ایران صحبت میکنه با ترکی که در ترکیه صحبت میکنن فرق داره برادر. این فرق هست. بابا جان این ترکای عثمانی اگر که مردم ایران رو مجبور کرده بودن خب بهشون ترکی عثمانی یاد میدادن، چرا بهشون آذری یاد دادن؟ بابا همین الان کردی صحبت کنید. شما حرفاتون سراسر تناقضه. خیلی میبخشید. تشکر میکنم از شما. تشکر از شما. اما همه کردها در ترکیه کردی صحبت میکنن، به زبان خودشون صحبت میکنن. با هم دیگه بله. زبانشون رو فراموش نکردن. تا حالا دارن کردی صحبت میکنن. تو خونه کردی صحبت میکنن. خب خونه که بله دیگه. بله. چرا تغییر نکرد؟ چرا زبانشون یعنی این همه سال عثمانی‌ها حکومت کردن، چرا کردها زبانشون عوض نشد؟ شما فارس‌ها در ظرف 100 سال عربا آمدن زبانتون رو عوض کردن. پس مشکلی در خودمون هست. تشکر از شما. به حرف جنایت نذارید. من مجبورم، من دوست ندارم صدای کسی رو قطع بکنم. شما دارید تکرار مکررات است. با سند و مدرک صحبت بکنید لطفاً. بعد از این تماس میگیرید، دلیل، مدرک، جلد، صفحه، کتاب. احساسات و عواطف صحبت نکنید. احساسات و عواطف رو بگذارید کنار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین شما آقای انصاری؟ سلامت باشید. آقای انصاری سوالی داشتم ازتون. بفرمایید. با آقای علی تشیع مناظره داشتیم. به بحث تشهد بود فکر کنم. شما فرمودید که تشهد صحابه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیک علی النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک علی النبی گفتن.
حالا ما علم نبیم یا ایوه نبی، اینو توضیح بدیم ما دست مدرم. ببخشید من چی گفتم؟ شما گفتین که تشهد مثلا السلام علیک ایها النبی است، شما گفتین که السلام علیک علی النبی. من نمیشه چیزی نگفتم. کی گفتم؟ با یه مناظره با آقای علی تشیع فکر کنم. نه من نبودم. شما اشتباهی گرفتید. آقای هاشمی مناظره در این مورد داشتن با شیعه، با اونا زنگ بزنید. خب زنده باشید. تشکر. سلامت باشید. خداحافظ شما. فکر کنم آقای سید هاشمی مناظره در این مورد داشتن با شیعیان، من نداشتم در این مورد. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی، بیننده عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری بفرمایید. استاد عزیز، من همون بیننده هستم. چند شب پیش در مورد این وسوسه داشتم باهاتون صحبت می‌کردم. استاد عزیز، میخوام خلاصه از زندگیمو بهتون بگم، بعد سوالاتی که برام پیش اومده خیلی مختصر بگید. بفرمایید. بله چشم. استاد عزیز، به عنوان یک جوان 13 ساله افغانی، وقتی 13 سالم بود اومدم به ایران. البته نه دینی رو میشناختم، پدر و مادرم میگفتن بیا درس تو بخون، حداقل درس حدیث و قرآن اینا بیاد بگیری برات خوب است، هم به دنیا و هم به آخرت خوب است. اما استاد عزیز، با تنفری که از این ملاها داشتم، راستش بخواین یعنی متنفر بودم، نمیخواستم که این راه را ادامه بدم. با همین خاطر استاد عزیز زد که آمدم طرف ایران. وقتی که ایران رسیدم نزدیک به 1 سال که اینجا کار کردیم، یعنی وقت سخنرانی‌های علما را در صفحات مجازی می‌دیدم استاد عزیز، کم کم اسلام را شناختم. و از روزی که استاد عزیز با خود در راه خلاص راه توحید قدم برداشتیم، یعنی هیچ سختی نبوده که سر راه من بیاد استاد عزیز. از مشکلات خانواده گرفته تا مشکلات کاری. درست. با خدا استاد عزیز، یعنی البته دو زمان خود مثلا از روزی که در راه توحید خلاص مردم قدم ماندیم، یعنی از روزی که وقت نماز خدا نخواندیم قلبم درد گرفته یا گناهی را کردیم برام درد آمده که یعنی چرا ما این کار کردیم. البته قبلا این حالت برام اصلا نبود، خیالم هم نبود، تا فکرش هم نبودم. اگر کسی هم میخوان سرش خندی هم میکردم که دیوانه را نگاه کن. مگم از روزی که ما راه توحید را پیش گرفتم استاد عزیز، با خدا یک هزاران مشکلات سر راه ما آمده. مگم استاد عزیز از روزی که راه توحید را پیش گرفتیم گناههای ما راست بخوای که کم نبوده، یعنی وسوسه های ما زیاد شده، گناه های ما زیاد شده. مگم استاد عزیز فعلا به دلیل تهمت های فعلا زمان فعلی یک دو روزه برای من تهمتی زدن استاد عزیز که نمیشه بیان بکنم. پدر و مادر تمام از من ناراض هستن. استاد عزیز، ما شما یک چیزی میپرسم استاد عزیز که من پدرم اگر چند هنوز میتونه یعنی وسایل خانوادگی ما را آماده بکنه، اگر چند برایشان سخت است که استاد عزیز من میتونم به فلسطین مثلا برای جهاد بروم استاد عزیز، در صورتی که پدرم ضعیف است، اگر چند میتونه خرج خانوادگی ما را بده، اما ضعیف است و خانواده ما به مشکل میفته. آیا میتونم که برای جهاد به فلسطین برم؟ برای من اجازه هست؟ آیا ممانعت در دین اسلام وجود نداره؟ باشه. غیر از این سوال دیگری دارید؟ غیر از این اگه ایزه توضیح بدم اینجوری پشت خط باشم خوبی میشه. ببینید برادر عزیز، قضیه امتحان و ابتلا یکی از سنت‌های الهی است. مثلا الان شما سر یک کلاس درس میرید، هر 4.5 ماه معلم از شما امتحان میگیره. بعد در یک کلاسی که 30-40 نفر شاگرد هست، شاگرد اول و دوم و سوم تا دهم معین میشه، درست؟ و کسانی که ناکام شدن معین میشه. اینو بهش چی میگن؟ میگن امتحان، درست؟ چرا معلم این امتحان رو از شما میگیره؟ به خاطر این میگیره که آیا شما درس خواندید، آیا جدیت داشتید، آیا واقعا درس معلم رو فهمیدید، گوش کردید، عمل کردید، مشقاتون رو خوب نوشتید. به خاطر همین ازتون امتحان میگیره. حین همین سنتی که ما در زمین داریم، در امور زندگی خودمون داریم. مثلا میرید به خاطر دانشگاه میرید امتحان کانکور. چرا باید امتحان کانکور بگیرن؟ به خاطر که میخوان چک بکنن که آیا این 12 سالی رو که شما درس خوندید واقعا درس خوندید، یا چون که پسر خاله پسر عمه مدیر مدرسه بودید شما رو همینطوری کامیاب کردن و فرستادن به کلاس بالاتر. الله سبحانه و تعالی وقتی که یک انسانی توبه میکنه،
یک انسانی میاد به راه درست قدم بر میداره، الله متعال میاد این رو امتحان میکنه که الان اگر یک کمی سختی و مشکلات برای این ایجاد بکنم، آیا متزلزل میشه؟ آیا در وسط راه ول میکنه؟ آیا توبه خودش رو میشکنه؟ آیا از این راهی که قدم گذاشته بر میگرده؟ و این ابتلا و امتحان تنها برای شما نیست، برای همه مؤمنین هست، برای انبیا حتی هست. الله متعال در قرآن کریم در سوره بقره به ما در آیه 214 میگه که ام حسبتم، آیا فکر میکنید، گمان میکنید ان تدخلوا الجنه، که شما وارد جنت میشید، همینطوری مفت میرید وارد جنت میشید؟ یا بیاید همین رو به اصطلاح امروز بگیم آقای محترم اسم شما چیه؟ مثلا احمد. آقا احمد، فکر میکنی که همینطور راحت میتونی وارد دانشگاه بشی؟ نه خیر، باید امتحان کانکور بدی، باید نمره خوب بیاری، بعد از اون به تو اجازه میدن وارد دانشگاه بشی. بعد که نمرتون اگر از مثلا فیصدیتون درصدیتون از 90 بالا بود، شما میتونید وارد بهترین دانشگاه بشید، میتونید وارد دانشکده مثلا پزشکی بشید، مهندسی بشید. اما اگر از 90 پایین بود، نمیتونید وارد دانشکده پزشکی بشید یا مهندسی بشید. اگر از 80 پایین بود، نمیتونید مثلا وارد دانشگاه اقتصاد یا اداره بشید. همینطوری بیا پایین. وقتی که درصدتون مثلا 60 و 50 بود، دیگه حالا برو یک دانشگاه همینطوری که بده بره، میتونید اونجا برید. پس در این دنیا هم امتحان هست، در این دنیا هم مراتب هست، در این دنیا هم آزمایش هست. الله متعال میگه آیا گمان میکنید که وارد جنت میشید؟ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آیا نشنیدید حال اون کسانی که قبل از شما هم مؤمن بودن، مسلمان بودن، ایمان آورده بودن؟ مستهم البأساء، به آنها سختی ها آمد سرشون، و ضراء، مشکلات براشون آمد، و زلزلوا، حتی لرزیدند. یعنی انقدر سختی و مشکلات دیدن که لرزیدن. حتی یقول الرسول، تا اندازه‌ای که پیامبر والذین آمنوا معه، کسانی که با پیامبر ایمان آورده بودن، چی گفتن میدونید؟ اصلا به یک حالت یأس رسیده بودن، یک حالت ناامیدی رسیده بودن. گفتن متی نصر الله، پس این پیروزی خدا کی میاد؟ کی ما پیروز میشیم؟ معاصره هستیم، گرسنه هستیم، کمخواب هستیم، تشنه هستیم، زخمی هستیم، مشکلات داریم، 4 دور و بر منو دشمن گرفته، این پیروزی خدا کی میاد؟ الله در جوابشون چی میگه؟ الا ان نصر الله قریب، پیروزی الله سبحانه و تعالی نزدیک است. پس ما در راه دین گاهی اوقات سختی میبینیم، مشکلات میبینیم. همین رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که تا زمانی که پیامبری رو آغاز نکرده بودن، در ناز و نعمت زندگی میکردن. میدونید در مکه بهش چی میگفتن؟ میگفتن محمد امین. مشرکین، همین عموآش، ابو لهب، ابو جهل، عتبه، شیبه، ربیعه، همونایی که پیامبر رو اذیت میکردن، صحابه رو کشتن، اذیت کردن، با پیامبر جنگیدن، همینا به پیامبر چی میگفتن؟ محمد امین. اگر کدام مشکلی براشون پیش میومدن میگفتن ای محمد جان بیا مشکل ما رو حل بکن. روزی که همین پیامبر نبوت رو اعلان کرد، شما میدونید شتر رو دیدید چقدر بزرگه؟ شتر بعد از ولادتش، همین جفتی که همراه شتر میاد شاید بیش از 20-30 کیلو وزن داشته باشه، پر از کثافت و خون و ریم و این چیزاست. پیامبر در سجده بود، آوردن این رو در سرش گذاشتن. هیچ کس جرئت نمیکرد که از سر پیامبر اینو برداره. پیامبر داشت در زیر این خفه میشد. متوجه هستید؟ همین پیامبر در طائف رفت، مردم طائف رو به چی دعوت کرد؟ گفت به من پول بدید، به من زن بدید، منو پادشاه بکنید. گفت که لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. انقدر با سنگ زدن که خون از بدنش جاری شد، کفشهایش پر از خون شد. همین پیامبر رو در غزوه بدر چنان تیربارانش کردن، با شمشیر زدن، با نیزه زدن که خون از سر و صورت پیامبر جاری شد، صورت مبارکش پاره شد، دندانش شکست. در شعب ابی طالب با خانوادهش 3 سال از برای خدا 3 سال معاصرش کردن. نه خرید، نه فروش، نه ازدواج، نه رفت آمد، نه آب، نه غذا. صحابه میگن که نصفای شب از گرسنگی خارج میشدیم، پوست شتری رو که قربانی کردن کشتن، پوست خشک شده ای که خدا میدونه 1 سال 2 سال قبل این خشک شده در بیابان، این رو پیدا میکردیم،
بعد در آب خیس میکردیم، این زیر دندانمون میکشیدیم که شاید یک قوتی از این به ما برسه. در همون شیب ابی طالب، در همون معاصره، همسر پیامبر خدیجه فوت میکنه، هموش از همون اثر همون چیز معاصره ابو طالب فوت میکنه، عزیزانش رو از دست میده پیامبر. این همه سختیات و مشکلات رو به همسرش تهمت زنا میزنن منافقین، و تا امروز میبینید که شیعیان به همسر پیامبر تهمت میزنن. این پیامبر همه این سختی ها رو کی میکشه؟ بعد از اینکه پیامبر میشه. این امتحان الله است، این ابتلای الله سبحانه و تعالی است. و هرچه ایمانت بیشتر باشه، سختی و مشکلات و ابتلاهات بیشتر است، تا که الله متعال ببینه که تو در وقت مشکلات چی میگی. ناله میکنی، زجر میکشی، یا که میگی الحمدلله. پس در وقت سخته. شما میخواید که همینطور مفت وارد جنت بشید؟ جنت رفتن آسانه؟ نه دیگه بالاخره بعد امتحان میشه. الان در دنیا مثلا شما اگر بخوای روزی 1 میلیون تومان به دست بیاری، راحت به دست میاد؟ نه دیگه باید زحمت بکشی. پس از صبح تا شام میری کارگری میکنی، خشت، آهن، نمیدونم تیراهن، خاک، سیمان بالا میبری، مثلا تو رو دوشت میکشی تا نهایتش در آخر روز بهت مثلا چند تومانی بدن. آسان که به دست نمیاد پول. هیچ چیز در این دنیا آسان به دست نمیاد. این که میبینی امروز دکتر شده، مهندس شده، چرا اکثر این دکترها و مهندسا یک تاره مو در سرشون نیست؟ ریششون سفید شده، قدشون خم شده، چون شب تا صبح اینا شدن درس خوندن. اون کسی که با احترامی که داریم، هر شغل شریف است، هر کارگری شریف است، این کسی که امروز من یادم میاد در کلاس 5 معلممون یک روز یک کسی بود 2 سال مونده بود در کلاس 5، معلممون حرف جالبی زد، گفت جامعه فقط دکتر و مهندس که نیاز نداره، خود جامعه کارگر شهرداری هم نیاز داره. گفت آقای فلانی قراره که کارگر شهرداری جامعه بشن، به خاطر همین درس نمیخونن. یعنی اینو بهتون میخوام بگم که در این دنیا هیچ چیزی بدون زحمت نیست، و اون دنیا که زندگی جاویدان است هیچ چیزی بدون زحمت نیست. بله درست. ممنونم از شما. در مورد این سوالم که گفتم، بله در مورد فلسطین ببینید یک مسئله است که امروز مردم فلسطین به افراد نیاز ندارن. مشکل فلسطین مشکل افراد نیست، من برم شما برید 4 نفر دیگه برم، مشکل این نیست، مشکل امت است. این امت باید دست به دست هم بده، این حکومت ها باید دست به دست هم بدن. این مشکل حکومت هاست، مشکل یک امت است، مشکل یک شخص نیست. شما اولا امروز بخواید برید از مصر برید، مصر شما رو نمیگذاره. از اردن برید، اردن شما رو نمیگذاره. از لبنان برید، لبنان شما رو نمیگذاره. از سوریه بخواید برید، از اونا نمیگذارن. پس امروز اصلا رفتن خودش یک مشکلی است. بعد از اون که اونجا که رفتید، آیا مجاهدین فلسطین به افراد نیاز دارن؟ نه، امروز اونا به سلاح نیاز دارن، به تکنولوژی نیاز دارن، به پول نیاز دارن. امروز سیاهی لشکر نیاید به کار. امروز مثل زمان سابق نبود که آقا مثلا سلطان فلان 100,000 نفر رو جمع میکرد، با نیزه و شمشیر میرفتن، با زور بازو دشمن رو شکست میدادن. امروز دشمن در نیویورک نشسته، یک پهبادی رو میفرسته، خونه ای رو در وسط تهران هدف قرار میده. متوجه هستید؟ امروز جنگ تکنولوژی است، امروز جنگ پول است، امروز جنگ اقتصاد است. ما باید فرزندانمون رو با تکنولوژی، با علم، با پیشرفت و مدنیت تربیت بکنیم تا به همون سلاحی که امروز اونا دارن ما رو میزنن. شما ببینید امروز ما میخوایم مردم فلسطین رو از طریق میدیا، رسانه کمک بکنیم. فیسبوک پست میذاری میبنده، توییتر میذاری میبنده، یوتیوب کلیپ میذاری میبنده. چرا امروز مسلمان ها یک پلتفرمی ندارن که بتونن حرف دلشون رو در اونجا بزنن؟ چون که ما نداریم. چون که الان یک جوان مسلمان نیامده فکر بکنه که یک پلتفرم مثل فیسبوک درست بکنه. سلامت باشید. وقتی آرزوی شهادتی میشه، اگه یک کسی آرزوی شهادت رو داشته باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر کسی که آرزوی شهادت داشته باشد الله او را به مراتب شهدا میرساند، ولو این که در بالین خود بمیرد. خیلی از شما ممنون استاد عزیز، شما در نکنه. الله متعال حفظتون کنه. سلامت باشید. ان شاء الله در صبر خواهم کرد ان شاء الله. سلامت باشید. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. فکر کنم یک تماس دیگری هم میتونیم بگیریم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد عزیز انشاءالله که صحتمند باشین. سلامت باشید. جناب استاد عزیز، من یکی از علاقمندا و دوستدارای وصال حق که سالها میشد در انتظار می بودم که یک روز با شما به تماشا. خوشبختانه که بعد از دیرها واقعیت که صدای مبارک شما را مشنوم و خیلی دوست داشتم شما را که یک بار واقعا خدمتی که شما در این سالهای اخیر برای فارسی زبانهای افغانستان، ایران، تاجیکستان کرده اید هیچ وقت فراموش شدنی نیست. سلامت باشید برادر عزیز، زنده باشید، بزرگوارید. تقریبا سالهای قبل بود که من وقتی که امرای شبکه وصال حق سر خوردم و شما را شناختم، از اون به بعد تصمیم گرفتم در او وقتی که من فعلا به اروپا زندگی میکنم، در وقت تنها وصال حق در سمت اروپا عیار میشد. ما به بسیار سختی ها تانستم که شبکه وصال حق در خانه در با امرای دوستایم در جریان بارم. اون وقت در فیسبوک شما فعالیت داشتین. درست. واقعا از اون وقتی که شما بودین و استادای دیگه بود، جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری بود، مولانا عبدالقدوس دهقان بود، همگی شما، اما یک جایگاه خاص خود شما داره بین تمام دوستان ما که در اون وقت در افغانستان در کابل زندگی میکردن داشتین و دارین. انا منوزم سلامت باشید، الله مطالبتون کنه. واقعیت که وصال حق شبکه بود که تنها منی مثل ما جوانای دیگه و دوستای ما که واقعا که در خرافات و بدعت هایی که بودیم توانستیم که توسط شبکه وصال حق هدایت شویم و اساتیدی که در افغانستان در کابل زندگی میکردن بودن توسط مولانا شهید متوکل حفظه الله، توسط اونها و توسط دیگر کسایی بود که همین راه را ما تانستیم که راه حق پیدا بکنیم. الحمدلله. ما واقعا استاد عزیز نمیتونم که اما محبتی که مقابل شما داشتم چندین بار ما از استاد امام الدین که یکی از برنامه‌های را در وقت پیش می بردن شماره شما را درخواست کردم، از دکتر احسان الله مبارک شماره شما را درخواست کردم، اما هیچ کس نه در اون وقت نه در حال شماره شخصی تانه برای من ندادن. واقعا استاد خدمتی که شما کردید و شبکه وصال حق در امی رای رساندن حق کرد واقعیت هیچ کسی نکرده. الله مطال قبول بکنه. تقاضای ما استاد عزیز همی است که ما دمی آخر کمک اختلافات بین همی استادای محترم شاهد بودم که بدگویی ها یکی دیگر را میکنن. واقعا استاد ما از دین شاید بسیار یک ذره هم نفهمم، اما ما در افغانستان که زندگی میکردم یک منطقه بودیم در شهر کابل، یک مسجد به نام شاهد و شمشیره، همونجا ما بعض وقتا امامت میکردم. اوج خرافات و بدعت ها زیاد بود. همین استادایی که در کابل بودن خیلی مردم تشویق کردن، اما ما افسوس استاد دمی اواخر به استاد عبدالظاهر دایی، استاد راسخ و دیگه استادایی که هستن میخورم که چون وقت نیست که ما بیاییم با هم در مسائلی که بازم مسائل واقعیت مسائل شرعی است، آدم باید حقیقت بدانه و بفهمه. اما به نظر ما استاد میشه که درباره همین شما اگر وقت داشته باشین صحبت بکنین که چرا امروزه همین استادای ما امروز آمدن به جان هم افتیدن و درباره یکی دیگه بدگویی ها یکی دیگه را میکنن. باشه در این مورد صحبت میکنم. دیگه سلامت باشین استاد عزیز، الله متعال شما را حفظ بکنه. استاد دهقان عزیز، دیگه اساتید محترمه، اگر امکان داشته باشه استاد که شماره شخصی تانه ما داشته باشم، چون دیگه ما در تقریبا 1 سال میشه که ما در آلمان زندگی میکنم، بسیاری از مسائل از ما بعض استادا را وقت زیادتر پیدا کردن نمیتونم، از من زیاد دوستا تقاضا میکنه، سوال میکنن، چون ما علم نداریم نشه کسی را در راه غلط
دعوت بکنیم و سوالشان غلط جواب بدیم. اگر امکان داشته باشه که شماره شخصی تان ما داشته باشم. خوب است شما به همین واتساپ پیام بگذارید، من انشالله شماره شخصی ما برایتان میفرستم، یا همراه شما در همین واتساپ صحبت میکنم انشالله به یاری الله متعال. سلامت باشید. تشکر. الله متعال شما را استاد محترم سلامت باشید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مشکلی رو که این برادر عزیز، چون وقت کم است من خیلی مختصر جواب میدم، انشالله سعی میکنم در یک برنامه دیگر این حدیث را اگر برای شما عزیزان پیدا بکنم. من کان یعبد محمدا. ما یک مسئله رو خدمت شما عزیزان باید اینجا بیان بکنم، خاصتا خدمت جوانان عزیز و به طور ویژه خدمت جوانانی که هدایت شدن، به تازگی دیندار شدن، از اون دین متاثر شدن. بنابر برنامه من، دروس شیخ عبدالظاهر دایی، دروس مثلا مولانا متوکل رحمت الله علیه، برنامه تلویزیون فلان یا صفحه فلان یا شبکه فلان. دوستان عزیز، ما باید الله پرست باشیم، شخص پرست نباشیم. هیچ وقت خودتان را به اشخاص متعلق ندانید، خودتان را به دین متعلق بدانید. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن، در بین صحابه هرج و مرج ایجاد شد. حضرت عمر گفت که محمد از دنیا نرفته، زنده است. اصلا قبول کردن این حول این مصیبت سخت بود. مثل که طرف مثلا فرزندش میمیره میگه نه بچم نمرده، اینو دفن نکنید، نبرید جنازش. صحابه مونده بودن چیکار بکنن. یکی میگفت نه پیامبر نمرده. در اینجا بود که شخصیت قوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ظاهر میشه و حرف جالبی رو در اونجا میزنه. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میاد وسط، میگه ای مردم، یا ایها الناس، من كان يعبد محمدا فإنه قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت. و در روایت دیگه که ذکر میکنن میگه که و ما محمد الا، بعد از اون میگه این آیه رو خواند، و ما محمد الا رسول قد خلد من قبل الرسل. این آیه قرآن کریم رو خواند. و در روایت دیگه میگه که یا ایها الناس ان كان محمد صلی الله علیه وسلم الهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. بعد از اون میگه که این آیه را خواند که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ببینید دوستان عزیز، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو ما به عنوان یک شخص نمی پرستیم. ما دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو و الهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی کرده میپرستیم. اسلام همین شخصیت پرستی رو از بین برداشت. نصارا به خاطر چی گمراه شدن؟ به خاطر اینکه گفتن که عیسی پسر خداست، ان الله ثالث ثلاثه. یهود به خاطر چی منحرف شدن؟ چون گفتن این وقالت الیهود عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. اما در دین مبین اسلام الله متعال برای ما بیان می کند که محمد رسول الله ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد رسول خداست، محمد پدر شما نیست، محمد خدا نیست صلی الله علیه و سلم، فرستاده الهی است، رسول الله. اگر این در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه،
بعد از اون در مورد صحابه ما عمر پرست و ابوبکر پرست و علی پرست و عثمان پرست نیستیم. ما تابعین رو نمی پرستیم. ما امامان مذاهب ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد ابن حنبل رو نمی پرستیم. و امروز علمایی که در بین ما هستن، اینها رو ما نباید به اندازه تقدس ببریم بالا. پرستش که نه، که هیچ کس نمی پرسته. منظور از پرستش در اینجا وقتی که این آیه نازل شد که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، عدی ابن عاتم آمد یا رسول الله، چون قبلا مسیحی بود، یا رسول الله در این آیه قرآن میگه که مسیحی‌ها کشیشان خودشون رو خدا میگرفتن. یا رسول الله ما اونا رو خدا نمیگرفتیم، الله متعال چرا اینطوری گفته؟ پیامبر فرمودن که اگر اونا حلالی رو حرام میکردن، حرامی رو حلال میکردن، مگر شما از اونها اطاعت نمیکردید؟ گفت والا این کار رو میکردیم. گفت عبادت همین است. امروز هیچ عالمی رو، هیچ دعوتگری رو، هیچ مجری تلویزیونی رو، هیچ برنامه سازی رو به اندازه تقدس نرسانید. یک از علما میگه که از علما و دعوتگران در حد قال الله و قال رسول اطاعت کنید، پیروی کنید، حرفشون رو گوش بکنید، اما اون تقدسگراه نباشید، دنباله رو به اونها نباشید، چشم بسته از اونها اطاعت نکنید. چرا؟ هیچ انسان زنده ای رو شما یقین 100% نمیتونید داشته باشید که خاتمش چی میشه. به خاطر همین یک از دعای ما چی هست که الله متعال به ما حسن خاتمه نصیب بکنه. عالمی در مقابل پول دینشو میفروشه، عالمی در مقابل منصب دینشو میفروشه، عالمی در مقابل شهوت دینشو میفروشه، دعوتگری در مقابل شبهات دینشو میفروشه، بعضی دانسته بعضی ندانسته. پس برادر عزیز و همه جوانانی که همین مشکل را دارن، داعی پرست و راسخ پرست و انصاری پرست و دهقان پرست و فلان پرست نباشید، خدا پرست باشید. به دنبال افراد نروید، به دنبال دین الله بروید. من از درس‌های استاد دایی استفاده کردم تا حدی که معقول قال الله و قال رسول میگفت استفاده کردم. در جایی که حرفی زد و در اون حرف قال الله و قال رسول نبود یا مخالف قال الله و قال رسول چیزی گفته بود، در مقابلش ایستادم، حرفش رو رد کردم. پس شخصیت پرست نباید باشیم، خدا پرست باشیم، الله پرست باشیم، تقدسگرا نباشیم. مثل آخوندهای شیعه که آیت الله فلان ابن فلان، خلاص این یک عمامه سیام سرش میگذاره، این فرزند حضرت زهراست و از اهل بیت است و هر غلطی که بکنه کسی حق نداره بگه بالای چشم دبروست. ما اینو نداریم. ما امتی هستیم که وقتی عمر ابن خطاب بالای منبر حرفی میزنه، اشتباه میگه، پیرزنی از اون آخر بلند میشه میگه ای عمر تو داری اشتباه میگی، الله در قرآن اینو گفته، تو داری این کارو میکنی. و عمری که به دنبال حق بود چی میگه؟ میگه عمر اشتباه کرد و این پیرزن راست گفت. امیدوار هستم که الله سبحانه و تعالی به همه ما و اساتید ما، علمای ما و دعوتگران ما حسن خاتمه نصیب بکنه و در مقابل شهوات دنیوی و در مقابل مال و منصب دنیوی و در مقابل شبهات ما رو حفظ بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني